کتابخانه نیمه شب، نوشته مت هیگ، ترجمه محمد صالح نورانی زاده، راوی معصومه برومندی. گفت بین مرگ و زندگی یک کتابخونه است. توی اون کتابخونه هم قفسه های کتاب تا ابد ادامه دارن. هر کتاب شانس امتحان کردن یکی از زندگی ها رو بهت میده که میتونستی تجربه شون کنی تا ببین اگه انتخاب دیگه ای کرده بودی چی میشد. اگه شانس این را داشتی که حسرت هات رو از بین ببری، کاری متفاوت از اون چه کرده بودی انجام میدادی؟ نوراسید 19 سال پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، در گرمای کتابخانه کوچک مدرسه هیزلدین در شهر بتفورد پشت میز کوتاهی نشسته بود و خیره به صفحه شطرنج نگاه میکرد. چشمان خانم علم کتابدار کتابخانه برقی زد و گفت: نورا عزیزم، طبیعی که راجع به آیندت نگران باشی. خانم علم نخستین حرکتش را انجام داد. اسبی از روی ردیف مرتب سربازان پیاده سپید رنگ پرید. معلومه که به خاطر امتحاناتت نگران میشی، اما میتونی هر چیزی که دلت بخواد بشی نورا. به احتمالات ممکن فکر کن. هیجان انگیزه. آره، فکر کنم همینطوره. تمام عمرت هنوز پیش روته. تمام عمرم؟ میتونی هر کاری بکنی، هر جایی زندگی کنی، مثلا جایی که مثل اینجا اینقدر سرد و مرطوب نباشه. نورا مهره سرباز را 2 خانه جلو برد. سخت بود خانم علم را با مادرش مقایسه نکند. مادری که با نورا جوری رفتار میکرد که گویی اشتباهی بود که نیاز به تصحیح شدن داشت. برای مثال در دوران نوزادی نورا، مادرش نگران این بود که گوش چپ او بیشتر از گوش راستش بیرون زده و برای برطرف کردن مشکل به چسب نواری روی آورد و بعد آن را با کلاهی پشمی پوشان. خانم علم برای تاکید بیشتر اضافه کرد: از سرما و رطوبت متنفرم. خانم علم موی خاکستری کوتاه و چهره بیضی شکل مهربان، رنگ پریده و نسبتاً چروکیده‌ای داشت. سن نسبتاً زیادی داشت، اما نورا همچنان در تمام مدرسه با او بیشتر از همه احساس همفکری می‌کرد. حتی روزهایی هم که باران نمی‌آمد، زنگ تفریح بعد از ظهرش را در کتابخانه کوچک می‌گذراند. نورا به او گفت: سرما و رطوبت همیشه هم با همدیگه همراه نیستن. جنوبگان خوشترین قاره روی زمینه، عملا مثل صحراست. خب فکر کنم با میل خودت باشه. به نظر من که اندازه کافی دور نیست. خب شاید بتونی فضانورد بشی، میتونی توی کهکشان سفر کنی. نورا لبخند زد. بارون توی سیاره های دیگه از اینجا خیلی بدتره. از بدفورشایر بدتر؟ توی سیاره زهره از اسید خالصه. خانم علم دستمال کاغذی از آستینش بیرون کشید و با ظرافت در آن فین کرد. میبینی؟ با این مخی که تو داری هر کاری میتونی بکنی. پسرک موبوری که نورا میدانست چند سالی از خودش کوچکتر است، دوان دوان از پشت پنجره باران زده گذشت، یا دنبال کسی بود یا کسی دنبالش میدوید. نورا از وقتی برادرش رفته بود بیرون که میرفت احساس بی‌پناهی میکرد. کتابخانه برایش مثل پناهگاهی کوچک از جنس تمدن بود. بابا میگه همه چیز رو حروم کردم، حالا هم که دیگه دست از شنا کردن برداشتم. خانم علم گفت: خب راستش دوست ندارم این حرف رو بزنم، ولی به جز شنا کردن کارهای دیگه هم تو این دنیا هست. امکان زندگی‌های متفاوت و زیادی پیش روته. همونطور که هفته پیش گفتم میتونی یخچالشناس بشی. یه مقدار دربارش تحقیق کردم و فهمیدم. همون موقع بود که تلفن زنگ خورد. خانم علم با مهربانی گفت: یه لحظه، بهتر جواب بدم. چند لحظه بعد نورا خانم علم را حین پاسخ دادن به تلفن تماشا میکرد. آره، الان اینجاست. صورت کتابدار از سر غافلگیری شل شد. رویش را از نورا برگرداند، اما صدایش در اتاق ساکت به خوبی به گوش می رسید. وای، نه خدای من، البته. نوراسید 27 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد روی مبل زهوار در رفته‌اش نشسته بود و تصاویر زندگی شاد دیگران را نگاه می کرد و منتظر بود تا اتفاقی رخ دهد. بعد کاملا ناگهانی واقعا اتفاقی افتاد. یک نفر به هر دلیلی زنگ در خانه‌اش را زد. نورا چند لحظه به این فکر کرد که اصلا در را باز نکند. به هر حال با اینکه تازه ساعت 9 شب بود، دیگر لباس خوابش را پوشیده بود. از تیشرت گل و گشادش که رویش نوشته شده بود دیدبان محیط زیست و شلوار پیژامه 4 خانه‌اش خجالت می‌کشید.
دمپایی‌هایش را به پا کرد تا اندکی متمدن‌تر به نظر برسد. بعد در را باز کرد و متوجه شد مرد پشت در را می‌شناسد. مرد قد بلند و لاغر بود و چهره مهربان و پسرانه‌ای داشت. چشمانش تیز و فرز بودند و انگار که آن سوی چیزها را می‌دیدند. دیدنش کمی غافلگیر کننده اما لذت بخش بود، مخصوصاً که لباس ورزش به تن داشت و با وجود هوای سرد و بارانی به نظر می آمد گرمش از ورق کرده. ایستادنشان کنار هم باعث شد نورا حتی از 5 ثانیه پیش هم بیشتر احساس شلختگی بکند. نورا احساس تنهایی می کرد و از دیدن او خوشحال بود. در حالی که لبخند می زد گفت: اش، اسمت اشه دیگه، درسته؟ آره درسته. اینجا چه کار میکنی؟ از دیدنت خوشحال شدم. چند هفته پیش که نورا پشت پیانوی الکتریکیش نشسته بود و آهنگی مینواخت، اش او را حین دویدن در بلوار بنکراف از پشت پنجره در همین ساختمان آسیاسه دیده و برایش دست تکان داده بود. زمانی سالها پیش نورا را به نوشیدن قهوه دعوت کرده بود. شاید دوباره میخواست همین کار را بکند. اش گفت: من هم از دیدنت خوشحالم، اما ابروهای در هم فرو رفته‌اش که خوشحالیش را نشان نمیداد. هر بار که نورا در مغازه با او حرف میزد، اش کاملا بیخیال به نظر می رسید، اما حالا غمی در صدایش بود. اش پیشانیش را خاراند و صدایی دیگر از گلویش خارج شد، اما نتوانست یک کلمه کامل بسازد و به زبان بیاورد. داشتی می‌دویدی؟ سؤال بی‌معنایی بود، مخصوصاً اش برای دویدن از خانه خارج شده بود، اما به نظر رسید یک لحظه به خاطر اینکه میتوانست حرفای عادی بزنن آرام شد. آره، میخوام توی نیمه ماراتون بتفورد شرکت کنم. یک شنبه آینده است. آها، آره عالیه. منم توی فکرش بودم که توی یه نیمه ماراتون شرکت کنم، اما بعد یادم اومد که از دویدن متنفرم. این حرف پیش خودش خیلی خنده‌دارتر از چیزی بود که بعد از به زبان آوردن به نظر رسید. نورا هم اصلا از دویدن بدش نمی آمد، اما به هر حال از دیدن حالت چهره اش نگران شده بود. سکوت میانشان از آنچه بود هم عجیب‌تر شد. اش سرانجام گفت: بهم گفتی یه گربه داشتی؟ آره، یه گربه دارم. اسمش را یادم بود، ولتر. مونارنجی و خطدار، درسته؟ آره، ولتر صداش میکنم. اسم ولتر به نظرش خیلی پرتکلف و ساختگی و اینطوریست که پیداست خیلی هم از فلسفه و ادبیات قرن 18 فرانسه خوشش نمیاد. خیلی متواضعه، البته خب تا جایی که یه گربه میتونه متواضع باشه. اش به دمپایی نورا خیره شد. متاسفم، فکر کنم مرده. چی؟ خیلی بی حرکت کنار جاده افتاده. اسمش رو روی قلادش دیدم. فکر کنم یه ماشین زده بهش. متاسفم نورا. نورا آنقدر از تغییر ناگهانی احساساتش در همان یک لحظه ترسید که همانطور به لبخند زدن ادامه داد. انگار فکر میکرد لبخندش میتواند او را در همان دنیای قدیمی نگه دارد. دنیایی که در آن ولتست هنوز زنده بود و مردی که نورا قبلا چند کتاب آهنگ گیتار به او فروخته بود به دلیل دیگر زنگ در خانه‌اش را به صدا درآورده بود. نورا به خاطر آورد که اش جراح است، آن هم نه جراح دامپزشک بلکه جراح آدم‌ها. اگر او میگفت چیزی مرده، به احتمال زیاد آن چیز مرده بود. خیلی متاسفم. حس آشنای غم به نورا دست داد. وای خدا! در حالی که به سختی نفس می‌کشید، روی صفحه‌های سیمانی خیس و ترک خورده کف بولوار بنکراف قدم گذاشت و گربه نارنجی رنگ بیچاره را دید که روی آسفالت خیس از باران کنار جدول افتاده بود. سرش به کنار جدول پیاده رو چسبیده بود و پاهایش را کاملا عقب کشیده بود. انگار داشت پرنده‌ای خیالی را دنبال می‌کرد و به پرواز می‌پرید. وای ولتس، نه خدای من! میدانست که باید برای گربه عزیزش احساس دلسوزی و غم بکند و واقعا همچنین احساسی داشت، اما باید حقیقتی را هم اعتراف میکرد. در حالی که به چهره آرام و بی حرکت ولتر نگاه میکرد و بی‌دردی‌اش را میدید، احساسی اجتناب ناپذیر در عمق دلش شکل گرفت. حسادت. نورا 9.5 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، با تأخیر به شیفت کاری بعد از ظهرش در مغازه تئوری ریسمان رسید. در دفتر کار کوچک و بی پنجره مغازه به نیل گفت: معذرت میخوام، گربم مرد دیشب. باید دفنش میکردم. خب یکی کمکم کرد دفنش کنم، اما بعدش توی خونه تنها شدم و نتونستم بخوابم.
یادم رفت واسه صبح ساعت بزنم تا ظهر بیدار نشدم. بعدش مجبور شدم سریع بیام. تمام حرفهایش حقیقت داشتند. فکر میکرد ظاهرش هم مهر تاییدی بر حرفهایش باشد. صورتش آرایش نداشت، موهایش را شلوده دو مسبی بسته بود و همان پیشبند مخمل کبریتی سبز رنگ دست دومی را به تن داشت که تمام هفته پوشیده بود. با یک نگاه میشد خستگی و ناامیدی را از ظاهرش خواند. نیل نگاهش را از کامپیوتر بالا آورد و روی صندلیاش لم داد. کف دستهایش را روی هم گذاشت و نوک انگشت‌های اشاره‌اش را به همدیگر چسباند. مثلثی رو به بالا تشکیل داد و بعد رأس مثلث را زیر چانه‌اش گذاشت. ببین نورا، من ازت خوشم میاد. نیل آدم بی‌آزاری بود، مرد 50 و چند ساله‌ای که دوست داشت جوک‌های بی‌مزه تعریف کند و آهنگ‌های قدیمی باب دیلن را با کیفیت نسبتاً خوبی در مغازش اجرا کند. میدونم که مشکلات روحی روانی داری. همه مشکلات روحی روانی دارن. خودت میدونی منظورم چیه. نورا به دروغ گفت در کل حالم بهتره. نیازی به بستری شدن نیست. دکتر گفت افسردگی موقتیه. فقط مشکل اینجاست که پشت سر هم موقعیت‌های جدید واسه افسردگی پیش میاد. اما توی هیچ کدوم از این اتفاقات مرخصی نگرفتم. جز وقتی که مامانم جز اون موقع. نیل آه کشید. در حین این کار صدای سوتی از بینیش به گوش رسید. نورا، چند وقت اینجا کار میکنی؟ خیلی خوب جواب این سوال را میدانست. 12 سال و 11 ماه و 3 روز، کم و بیش. نیل گفت زمان زیادیه. حس میکنم تو لیاقت چیزهای بهتری رو داری. دیگه نزدیک 40 سالته. نورا گفت 35 سالمه. خیلی سرت شلوغه. به مردم پیانو یاد میدی. فقط به یه نفر. نیل خورده غذایی رو از روی پلیورش تکاند. فکر میکردی توی زادگاهت بمونی و توی مغازه کار کنی؟ منظورم وقتی که مثلا 14 ساله بود. اون موقع فکر میکردی چه کاره بشی؟ توی 14 سالگی؟ شناگر. در اون سن سریعترین دختر کشور در شنای قورباغه و رتبه دوم سریعترین در شنای آزاد بود. زمانی را به یاد آور که در مسابقات شنای قهرمانی کشوری روی سکو ایستاده بود. خب چی شد؟ نورا قصه را کوتاه کرد. فشارش خیلی زیاد بود. اما فشار ما را میسازه. اول زغال سنگ هم که باشی با زیر فشار قرار گرفتن تبدیل به الماس میشی. نورا دانش او درباره ساخت الماس را تصحیح نکرد. نگفت با اینکه زغال سنگ و الماس هر دو از کربن ساخته شدند، زغال سنگ ناخالص‌تر از آن است که هر فشاری را هم که تحمل کند بتواند به الماس تبدیل شود. آنطور که علم ثابت میکرد اگر اول از زغال سنگ باشی تو آخر زغال سنگ میمانی. شاید درس درستی که باید از زندگی میگرفتن همین بود. چند تار رهای موهای سیاه زغالیش را به سمت جایی برد که آن را دو مسبی بسته بود. منظورت چیه نیل؟ نیل گفت هیچ وقت واسه دنبال کردن رویاها دیر نیست. نورا گفت تقریبا مطمئنم که واسه دنبال کردن این رویا به خصوص دیگه دیر شده. تو آدم تحصیل کرده هستی نورا، مدرک فلسفه داری. نورا به خال کوچک روی دست چپش خیره شد. آن خال هم در تمام زندگیش همراه او همه جا را تحمل کرده بود. فقط همونطور سر جایش مانده و اهمیتی نداده بود، مثل یک خال. اگه بخوام راستش را بگم توی بتفورد تقاضا واسه فیلسوف‌ها خیلی بالا نیست نیل. رفتی دانشگاه، 1 سال لندن موندی، بعد برگشتی. انتخاب دیگه ای نداشتم. نورا نمیخواست درباره مرگ مادرش حرفی بزند یا حتی درباره دن. همه ما انتخاب‌هایی داریم نورا. یه چیزی داریم به اسم اختیار. خب نه اگه با دید جبرگرایی به دنیا نگاه کنی. خب چرا اینجا؟ یا باید اینجا کار میکردم یا توی پناهگاه حیوانات. اینجا حقوقش بهتر بود. در ضمن خب با موسیقی سر کار داشتم. بین گفت توی گروه موسیقی بودی با برادرت. آره 1000 تو. اونقدر آینده خوبی نداشتیم. برادرت که چیز دیگه ای میگه. این حرفش نورا را غافلگیر کرد. جو؟ تو از کجا؟ یه تقویت کننده خرید. مارشال DSL 40. کی؟ جمعه. اومده بود بتفورد؟ آره، مگه اینکه یه تصویر 3 بعدی بوده باشه مثل توپاک. نورا به این فکر کرد که جو احتمالاً به دیدن راوی آمده بود. راوی صمیمی‌ترین دوست برادرش بود.
جو گیتار زدن را کنار گذاشته و به لندن رفته بود تا شغلی در زمینه انفرماتیک پیدا کند که البته از آن متنفر بود، اما راوی همینجا توی بدفورد مانده بود. آهان، جالبه. نورا تقریبا مطمئن بود که برادرش میدانست او جمعه‌ها سر کار نمی‌رود. دانستن این حقیقت از درون آزارش میداد. من اینجا حالم خوشه. اما نیستی. حق با نیل بود. بیماری روح آزاری از درون نورا را میخورد. انگار ذهنش داشت خودش را بالا می آورد. نورا لبخندش را پت و پهن کرد. منظورم اینه که داشتن این شغل خوشحالم. خوشحال به این معنا که میدونی راضیم نیل، من به این شغل نیاز دارم. تو آدم خوبی هستی، نگران دنیایی، نگران محیط زیست و آدمای بی خانمان. من شغلم رو لازم دارم. نیل دوباره به همان ژست برگشت. چیزی که لازم داری آزادیه. من آزادی نمیخوام. اینجا که مدرسه غیر انتفاعی نیست. البته باید اعتراف کنم که کم کم داره میشه. ببین نیل، مشکل چیه که اون هفته گفتم که باید مغازه رو امروزی تر کنی؟ یه فکرایی توی سرم دارم که چطور جوان‌ترها رو بیارم. نیل انگار که به او برخورده باشد گفت نه، این مغازه فقط واسه گیتاره. به اسمش دقت کن، تئوری ریسمان. زمینه کاریم رو گسترش دادم، جواب گرفتم. فقط مشکل اینجاست که اوضاع بده و دیگه نمیتونم بهت حقوق بدم و بذارم مشتری‌ها رو با قیافه افسردت فراری بدی. چی؟ متاسفم نورا. لحظه مکث کرد. درست به همان اندازه طول میکشید تا تبری رو بالا ببرد. مجبورم اخراجت کنم. نورا 9 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد بی هدف در بدفورد قدم میزد. شهر در نظرش مثل خط تولید انبوه اندوه بود. محوطه ورزشی شهر که کفش را سیمان ریگدار کرده بودند و پدر مرحومش آنجا شنا کردنش را تماشا میکرد. رستوران مکزیکی که با در رفته بود تا فاهیتا بخورند. بیمارستانی که مادرش در آن درمان میشد. دن دیروز به او پیام داده بود: نورا، دلم برای صدا تنگ شده، میشه صحبت کنیم؟ نورا جواب داده بود که به طرز مسخره‌ای سرش شلوغ است و وقت ندارد. چه خنده‌دار. با این حال به نظرش غیر ممکن بود که پیامی دیگری برای دن بفرستد. نه به خاطر اینکه احساسی به او نداشته باشد، بلکه دقیقاً به خاطر اینکه هنوز دوستش داشت و دلش نمیخواست دوباره احتمال آسیب رساندن به او را به جان بخرد. زندگی دن را نابود کرده بود. کمی پس از اینکه نورا عروسیشان را 2 روز پیش از مراسم عروسی لغو کرد، دن موقع مستی در پیام به او نوشت: زندگیم پر از آشوب شده. باد میان درختان نجوا می کرد. باران باریدن گرفت. نورا با حسی عمیق و البته درست از اینکه قرار بود همه چیز بدتر شود به سمت یک روزنامه فروشی رفت تا از باران در امان بماند. نورا 8 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد وارد روزنامه فروشی شد. زن پشت پیشخوان پرسید: اومدین داخل که بارون خیستون نکنه؟ آره. نورا نگاهش را پایین نگه داشت. وزن اندوه در دلش بیشتر و بیشتر و تحملش برای او سخت‌تر میشد. مجله نشنال جئوگرافیک روی ویترین بود. در حالی که به عکس سیاه‌چاله روی جلد مجله خیره شده بود، متوجه شد که در واقع خودش همین است، یک سیاه‌چاله، ستاره‌ای در حال مرگ که در خود فرو می‌ریزد. پدرش مشترک این مجله بود. نورا به یاد داشت که چقدر شیفته مقاله‌ای درباره مجمع الجزایری نروژی در اقیانوس منجمد شمالی به نام سوالبارد شده بود. تا به حال هیچ جایی را ندیده بود که به اندازه آنجا از همه چیز دور باشد. درباره دانشمندانی مطالعه کرده بود که میان یخچال‌های طبیعی و آبدره‌های یخزده و توتی‌های دریایی تحقیقات علمی می‌کردند. بعد که خانم علم هم پیشنهادش را کرد، نورا علاقه‌مند شد که یخچال شناس شود. قامت خشن و خمیده راوی دوست برادرش و البته هم گروهی سابقشان را جلوی مجله‌های موسیقی دید که حسابی غرق خواندن مقاله‌ای شده بود. نورا اندکی بیشتر از آنچه باید سر جایش ماند، چون وقتی داشت دور میشد صدای راوی را شنید که گفت: نورا. راوی: سلام، شنیدم جو اون روز اومده بود بدفورد. تکان آهسته سر: آره. اون دیدیش؟ آره دیدمش. سکوتی برقرار شد که نورا دردش را حس کرد. بهم نگفت که داره میاد. خیلی اینجا نموند. حالش خوبه؟ راوی مکث کرد. نورا قبلا از او خوشش می آمد. راوی هم دوست وفاداری برای برادرش بود. اما درست مثل رابطه نورا و جو، بین نورا و راوی هم دیوار نامرئی قرار داشت.
رابطهشان بد تمام شده بود. وقتی نورا با او گفت که از گروه موسیقی اخراجش کرده، راوی چوب‌های طبلش را روی کف اتاق تمرین انداخته و با عصبانیت بیرون رفته بود. فکر کنم افسرده است. دل نورا از فکر این که برادرش هم ممکن است حسی شبیه او داشته باشد گرفت. راوی با لحنی خشمگین ادامه داد: خودش نیست، باید از اون خونه نقلیش بره، چون خب گیتاریست اصلی گروه راک موفق که نیست. البته منم همچی پول زیادی ندارم. این روزا آهنگ زدن توی میخونا خیلی به صرفه نیست، حتی وقتی قبول کنی دستشویشون رو تمیز کنی. تا حالا دستشوی میخونا رو تمیز کردی نورا؟ نورا گفت: حالا که قرار ثابت کنیم کدوممون بدبختریم، باید به عرضت برسونم که به منم خیلی خوش نمیگذره. راوی سرفه‌ای همراه با خنده کرد. چهرهش لحظه‌ای سخت شد. مشکلات هر کس از نظر خودش بزرگترینه. نورا حوصله این حرفا رو نداشت. هنوز داری به خاطر گروه هزار تو قر میزنی؟ برام خیلی مهم بود، همچنین برای برادرت، برای هممون. با یونیورسال قرارداد بسته بودیم، همه چیز توی مشتمون بود. آلبوم، تک آهنگ، تور اجرا، آهنگای تبلیغاتی. میتونستیم الان مثل کولپلی باشیم. تو که از کولپلی متنفری. منظورم چیز دیگه ایه. میتونستیم خوش بگذرونیم، اما کجاییم؟ بدفور. بنابراین نه، برادرت آمادگی دیدنت رو نداره. توی اون مدت همش حملای عصبی به هم دست میداد. آخرش هم همه رو ناامید میکردم. به شرکت که گفتم بدون من با شما قرارداد ببنده. قبول کردم آهنگاتون رو بنویسم. تقصیر من نبود که نامزد کرده بودم. با دن بودم و بودن توی گروه موسیقی رابطم رو خراب میکرد. خب حالا حالا به کجا ختم شد؟ راوی، این حرفت عادلانه نیست. عادلانه؟ چه کلمه قلمبه‌ای. زن پشت پیشخوان مشتاقانه اونها رو تماشا میکرد. گروه‌های موسیقی همیشگی نیستن. مثل یه بارش شهابی خیلی زود دورمون تموم میشد. ولی بارش‌های شهابی خیلی قشنگن. بی خیال دیگه. هنوز با الا هستی مگه نه؟ آره، میتونستم هم با الا باشم، هم توی گروه موسیقی موفق با کلی پول. موقعیتش رو داشتم، توی مشتمون بود. کف دستش رو اشاره کرد. آهنگامون خدا بودن. نورا از اینکه در دلش حرف او را تصحیح کرد و گفت آهنگای من از خودش متنفر شد. به نظر مشکل تو نه ترس از اجرا روی صحنه بود، نه ترس از ازدواج. مشکل تو ترس از زندگی بود. این حرفش درد داشت. نفس در سینه نورا بند آمد. با صدای لرزان حرف راوی را جبران کرد. مشکل تو همینه که بقیه رو به خاطر زندگی مزخرف خودت مقصر میدونی. راوی انگار که تو گوشی خورده باشد سری تکان داد. مجله‌اش را سر جایش گذاشت و گفت: میبینمت نورا. در حالی که راوی از مغازه بیرون میرفت و زیر باران قدم میگذاشت، نورا گفت: به جا سلامم رو برسون لطفاً. نگاهش روی جلد مجله گربه شما افتاد. یه گربه مونارنجی و خطدار. احساس میکرد ذهنش مثل همنوازی طوفان و طغیان شلوغ و پرهیاهو شده. گویی روح آهنگسازی آلمانی توی سرش گیر افتاده و دارد آشوب و طغیان برپا میکند. زن پشت پیشخوان چیزی گفت که نورا درست آن را نشنید. چی؟ نوراسی؟ زن که موهای بورش را گوجه‌ای بسته و پوستش را به لطف مواد شیمیایی برنزه کرده بود، خوشحالی و بیخیالی خاصی داشت که نورا دیگر فراموشش کرده بود. ساق دستهایش را روی پیشخوان گذاشت و به جلو لم داد و جوری نورا نگاه می‌کرد که انگار با میمونه ماداگاسکاری توی باغ وحش طرف است. آره، من کریان هستم. از مدرسه تو رو یادم میاد. شنا می‌کردی. خیلی هم باهوش بودی. یارو اسمش چی بود؟ آقای بلندفورد. یه بار برای جلسه نگرفت، گفت یه روزی توی المپیک شرکت می‌کنی؟ نورا با سر تایید کرد. خب شرکت کردی؟ من بیخیال شنا شدم. اون موقع بیشتر به موسیقی علاقه داشتم. بعدم دیگه درگیر زندگی شدم. خب الان چی کار می‌کنی؟ الان شغل مشخصی ندارم. خب کسی رو داری؟ شوهر، بچه؟ نورا سر تکان داد. امیدوار بود بیفتد. سرش را می گفت. امیدوار بود روی زمین بیفتد تا دیگر هرگز مجبور نشود با غریبه ها مکالمه‌ای داشته باشد. خب دیگه طولش نده، خیلی وقت نداری. من 35 سالمه. دلش میخواست ایزی آنجا باشد. ایزی هیچ وقت با اینطور حرفای مسخره کنار نمیومد. اصلا مطمئن نیستم که دلم بخواد. من و جک مثل دو تا خرگوش افتاده بودیم به جون هم، ولی خب بالاخره موفق شدیم. دو تا کوچولوی شیطون داریم، اما میارزید. میتونی چی میگم؟ احساس میکنم کامل شدم. میتونم عکساشون رو نشونت بدم ها؟
سرم درد میگیره. منظورم وقتیه که به گوشی نگاه میکنم. دن هم بچه میخواست. نورا اصلا خبر نداشت. فکر مادر شدن وحشت زده‌اش میکرد. ترس از افسردگی عمیق. نورا حتی از خودش هم نمیتوانست مراقبت کند، چه برسد به دیگری. پس هنوز توی بدفورد زندگی میکنی؟ فکر میکردم تو تنها کسی باشی که در میره. برگشتم. مامانم مریض شده. آخه متاسفم. الان که حالش خوبه. بهتر دیگه برم. اما هنوز داره بارون میاد. نورا در حالی که از مغازه فرار میکرد آرزو کرد که پیش رویش هیچ چیز نباشد. درهای متعدد تا بتواند یکی یکی از آنها بگذرد و همه چیز را پشت سر بگذارد. و جوری نورا نگاه میکرد که انگار با میمونه ماداگاسکاری توی باغ وحش طرف است. آره، من کریان هستم. از مدرسه تو رو یادم میاد. شنا میکردی. خیلی هم باهوش بودی. یارو اسمش چی بود؟ آقای بلندفورد. یه بار برای جلسه نگرفت؟ گفت یه روزی توی المپیک شرکت میکنی؟ نورا با سر تایید کرد. خب شرکت کردی؟ من بیخیال شنا شدم. اون موقع بیشتر به موسیقی علاقه داشتم. بعدم دیگه درگیر زندگی شدم. خب الان چی کار میکنی؟ الان شغل مشخصی ندارم. خب کسی رو داری؟ شوهر؟ بچه؟ نورا سر تکان داد. امیدوار بود بیفتد. سرش را میگفت. امیدوار بود روی زمین بیفتد تا دیگر هرگز مجبور نشود با غریبه ها مکالمه‌ای داشته باشد. خب دیگه طولش نده. خیلی وقت نداری. من 35 سالمه. دلش میخواست ایزی آنجا باشد. ایزی هیچ وقت با اینطور حرفای مسخره کنار نمیومد. اصلا مطمئن نیستم که دلم بخواد. من و جک مثل دو تا خرگوش افتاده بودیم به جون هم، ولی خب بالاخره موفق شدیم. دو تا کوچولوی شیطون داریم، اما میارزید. میتونی چی میگم؟ احساس میکنم کامل شدم. میتونم عکساشون رو نشونت بدم؟ سرم درد میگیره. منظورم وقتیه که به گوشی نگاه میکنم. دن هم بچه میخواست. نورا اصلا خبر نداشت. فکر مادر شدن وحشت زده‌اش میکرد. ترس از افسردگی عمیق. نورا حتی از خودش هم نمیتوانست مراقبت کند، چه برسد به دیگری. پس هنوز توی بدفورد زندگی میکنی؟ فکر میکردم تو تنها کسی باشی که در میره. برگشتم. مامانم مریض شده. آخه متاسفم. الان که حالش خوبه. بهتر دیگه برم. اما هنوز داره بارون میاد. نورا در حالی که از مغازه فرار میکرد آرزو کرد که پیش رویش هیچ چیز نباشد. درهای متعدد تا بتواند یکی یکی از آنها بگذرد و همه چیز را پشت سر بگذارد. نورا 7 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد کاملا آشفته شده بود و کسی را نداشت که با او حرف بزند. آخرین امیدش ایزی، صمیمی‌ترین دوست سابقش بود که بیش از 10,000 مایل با او فاصله داشت و در استرالیا بود. در ضمن رابطه‌شان هم مثل قبل نبود. گوشیش را بیرون آورد و پیامی برای ایزی فرستاد. سلام ایزی، خیلی وقت چت نکردیم. دلم برات تنگ شده دوستم. خیلی خوب میشه اگه با هم حرف بزنیم. بوس. یک بوس دیگر هم به پیامش اضافه کرد. بعد فرستاد. کمتر از 1 دقیقه بعد ایزی پیامش را دید. نورا ناامیدانه منتظر ماند تا 3 نقطه پدیدار شود. از جلوی سینما گذشت. آن شب در سینما فیلمی جدید از رایان بیلی پخش میشد. فیلمی رمانتیک و لوس به اسم میخانه آخر جاده. همیشه از چهره رایان بیلی اینطور برمی آمد که چیزهای خاص و عمیقی می داند. از زمانی که رایان بیلی در نقش افلاطون توی برنامه آتنی ها در تلویزیون بازی کرد و همچنین وقتی در مصاحبه‌ای گفت که فلسفه خوانده است، نورا از او خوشش آمد. همیشه خودشان دوتا را تصور می کرد که در جکوزی خانه رایان بیلی در وست هالیوود نشستن و از پشت پرده بخار آب با همدیگر گرم گفتگوی عمیق درباره هنری دیوید سورو هستند. سورو می گفت با اطمینان به سوی رویاهایت قدم بردار. آن زندگی را تجربه کن که تصور کرده ای. مطالعه درباره سورو را از بقیه فیلسوف‌ها بیشتر دوست داشت، اما واقعا چه کسی با اطمینان به سوی رویاهایش قدم برمی داشت؟ خب البته به جز خود سورو که بلند شد و رفت جنگل زندگی کرد و ارتباطش را با دنیای خارج از جنگل قطع کرد تا خیلی راحت فقط سر جایش بنشیند، بنویسد و هیزم خورد کند و ماهی بگیرد. ساعتها گذشتند. نورا میخواست هدفی داشته باشد، چیزی که دلیلی برای بودنش باشد، اما هیچ چیز نداشت. حتی هدفی کوچک مثل تحویل گرفتن داروهای آقای بنرژی از داروخانه، اما همان را هم نداشت چون 2 روز پیش این کار را کرده بود. سعی کرد مقداری پول به مردی بی خانمان بدهد، اما متوجه شد پول ندارد. کسی گفت شاد باش عزیزم، ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته.
نورا به خود فکر کرد هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. اصل مشکل همین بود. نورا 5 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد به سمت خانه راه افتاد که گوشی توی دستش لرزید. شاید ایزی بود، شاید راوی برادرش گفته بود که با او تماس بگیرد، اما نه. اوه سلام دورین. صدایش عصبی بود. کجا بودی؟ کاملا فراموش کرده بود. زمان از دستش در رفته بود. نورا گفت روز خیلی بدی داشتم، خیلی معذرت میخوام. دورین گفت 1 ساعت جلوی خونت منتظر موندیم. نورا گفت وقتی برگردم هنوز هم میتونم به لو درس بدم، 5 دقیقه دیگه میرسم. دورین گفت دیگه دیره، رفت که 3 روز پیش باباش بمونه. نورا گفت وای متاسفم، خیلی معذرت میخوام. سیل معذرت خواهی هایش جاری شد و نزدیک بود او را در خود غرق کند. دورین گفت راستش رو بخوای لئو یه مدتیه که میخواد پیانو یاد گرفتن رو بیخیال بشه. نورا گفت اما خیلی ماهره. دورین گفت تو الان واقعا ازش لذت برده ولی سرش خیلی شلوغه، امتحان دوستاش، فوتبال، بالاخره ایشو بعد این وسط حذف کنه دیگه. واقعا مهارت داره، حتی شوپن لعنتی هم خوشش اومده، خواهش میکنم. آهی بسیار بسیار عمیق. خداحافظ نورا. نورا تصور کرد که زمین دهان باز میکند و او را میبلد. از پوسته و گوشت عبور میکند و بعد به هسته مرکزی فلزی سخت و فشرده زمین میرسد. نورا 4 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد از جلوی همسایه پیرش آقای بنرژی گذشت. آقای بنرژی 84 سال سن داشت. ضعیف و شکننده بود، اما بعد از عمل لگنش بیشتر حرکت میکرد. هوای بیرون خیلی بده مگه نه؟ نورا زمزمه کرد آره. بنرژی به باغچه گلهایش نگاه کرد ولی زنبق‌ها شکوفه کردند. نورا به دسته گلهای بنفش نگاه کرد و به زور کوشید لبخندی بزند. همزمان به این فکر کرد که این گلها برای آقای بنرژی تا چند اندازه میتوانند مایه تسلی باشند. چشمان آقای بنرژی پشت عینکش خسته بودند. جلوی در خانه‌اش ایستاده بود و با کلیدهایش ور میرفت. شیشه شیری درون سبد توی دستش بود که به نظر می رسید برایش زیادی سنگین باشد. به ندرت می شد او را بیرون از خانه دید. خانه‌ای که نورا در ماه اول آمدنش به این محله از آن دیدار کرده بود تا در راه اندازی سبد خرید آنلاین خاربار فروشی به آقای بنرژی کمک کند. آقای بنرژی گفت آهان راستی یه خبر خوب دارم، دیگه لازم نیست قرصام را از داروخونه بگیری. پسری که توی داروخونه کار میکنه به همین نزدیکی‌ها نقل مکان کرده، گفت قرصام هم برام میاره دیگه. نورا سعی کرد جوابی بدهد اما کلمات از دهانش بیرون نمی آمدن. در عوض سری به تایید تکان داد. آقای بنرژی موفق شد در خانه‌اش را باز کند. بعد وارد محرابی شد که برای همسر عزیز مرحومش ساخته بود و بعد در را پشت سرش بست. تمام شد. کسی به نورا نیازی نداشت، در این دنیا اضافه بود. وقتی داخل خانه‌اش شد سکوت برایش از هر سر صدای بلندتر بود. بوی غذای گربه، کاسه‌ای که برای ولتر پر کرده بود و ولتر هم نصفش را خورده بود. برای خودش آب ریخت. 2 قرص ضد افسردگی خورد و اندیشمندانه به بقیه قرص‌ها خیره شد. 3 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد تمام بدنش از حسرت و پشیمانی تیر می‌کشید. انگار که ناامیدی توی ذهنش به طریقی راهش را به تن و اندامهایش باز کرده بود. گویی ذره ذره وجودش را به تسخیر خود درآورده بود. به یادش می آورد که همه در نبود او زندگی بهتری خواهند داشت. اگر نزدیک سیاه چاله‌ای شوی، نیروی جاذبه‌اش تو را به عمق حقیقت شوم و تاریک خود می کشد. حسی آزار دهنده تر از آن که بشود تحملش کرد و قدرتمندتر از آن که بشود از شنگش گریخت. نورا در شبکه‌های اجتماعیش چرخی زد. نه پیغامی، نه نظری، نه دنبال کننده جدیدی، نه درخواست دوستی جدیدی. نورا مثل پادماده بود با اندکی چاشنی بیچارگی. وارد اینستاگرام شد و دید که همه زندگیشان را ساختن جز او. یادداشتی سریع و در هم در فیسبوک نوشت که البته دیگر خیلی از آن استفاده نمی‌کرد. 2 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد سر بطری نوشیدنی را باز کرد. کتاب‌های فلسفه قدیمی همچون ارواحی به جا مانده از دوران دانشجویی‌اش، دورانی که زندگی هنوز پر از احتمالات ممکن بود، از بالای قفسه ها به او خیره نگاه می‌کردند. 1 گل یوکای زنگوله‌ای و 3 کاکتوس کوچک توی گلدان.
نورا تصور می‌کرد داشتن زندگی بدون ادراک و تمام روز را در گلدان گذراندن احتمالاً راحت‌تر است. پشت پیانوی الکتریکی کوچکش نشست، اما آهنگی ننواخت. به زمانهایی فکر کرد که کنار لئو می‌نشست و یادش می‌داد چطور پیش درآمد شوپن را در گام می مینور بنوازد. لحظات خوش هم اگر به اندازه کافی مهلت داشته باشند می‌توانند به درد تبدیل شوند. کلیشه‌ای در دنیای موسیقی است که می‌گوید هنگام پیانو نوازی هیچ نوتی اشتباهی نیست. اما زندگی نورا ترکیبی از تمام سر و صداهای ناموزون بود. قطعه‌ای که می‌توانست به اشکال زیبایی نواخته شود، اما در بدترین مسیر پیش رفت. زمان گذشت و نورا بی آنکه جایی را ببیند به اطراف خیره شد. پس از خوردن نوشیدنی به درکی کاملا واضح و آشکار رسید. برای این زندگی ساخته نشده بود. هر حرکتش اشتباه بود، هر تصمیمش واژه و هر روزش عقب نشینی از آن کسی که در تصوراتش از خود ساخته بود. شناگر، موسیقیدان، فیلسوف، همسر، مسافر، یخچال شناس، خوشحال، محبوب، هیچ چیز. حتی نتوانسته بود عنوان صاحب گربه یا استاد 1 ساعت هفتگی پیانو یا انسانی با روابط عمومی متوسط را برای خود حفظ کند. قرص‌هایش جواب نداده بودند. نوشیدنی را تمام کرد. تمامش را. رو به فضای خالی اطرافش گفت دلم براتون تنگ شده. انگار که روح کسانی که در عمرش دوستشان داشت در اتاق همراهش بود. با برادرش تماس گرفت و وقتی گوشی را برنداشت برایش پیغام صوتی گذاشت. دوستت دارم جو. فقط میخواستم این رو بدونی کاری از دستت بر نمیومد. مشکل منه. ممنون که برادرم بودی. دوستت دارم. خداحافظ. باران دوباره باریدن گرفت. بنابراین نورا همانطور که پرده ها کنار بودن نشست و به برخورد قطرات آب به شیشه خیره شد. حالا 22 دقیقه از ساعت 11 گذشته بود. نورا فقط یک چیز را با اطمینان کامل می‌دانست، اینکه نمی‌خواست به فردا برسد. بلند شد، قلم و کاغذی پیدا کرد، به این نتیجه رسید که زمان بسیار خوبی برای مردن است. عزیزی که این نامه را می‌بینی، من موقعیت‌های زیادی برای ساختن زندگیم داشتم و تک تکشان را از دست دادم با بی‌احتیاطی و بدشانسی خودم. دنیا روی خوشش را از من گرفت. بنابراین کاملا منطقی به نظر می رسد که من هم دیگر باید رویم را از دنیا بگیرم. اگر احساس می کردم ماندنم ممکن است می ماندم، اما چنین حسی ندارم. بنابراین نمی توانم بمانم. با ماندنم زندگی را برای دیگران بد می کنم. چیزی برای ارائه ندارم. متاسفم. با همدیگر مهربان باشید. خدا نگهدار. نورا. در ابتدا مه آنقدر فراگیر بود که نورا نمیتوانست هیچ چیز ببیند، تا اینکه کم کم ستونهایی در دو سمتش پدیدار شدند. در مسیری ایستاده بود که دو سمتش ستونها ردیف شده بودند. رنگ ستونها مثل مغز خاکستری بود و لکه‌های آبی روشن داشت. بخارهای مهمانند مانند ارواحی که دوست نداشته باشند دیده شوند از بین رفتند و چیزی از پشتشان پدیدار شد. چیزی مستطیلی و جامد. یک ساختمان. تقریباً هم اندازه کلیسا یا سوپرمارکتی کوچک. نمایی سنگی و همرنگ با ستونها داشت و در چوبی بزرگی وسطش بود. جزئیات ریز و ظریف سقف و همچنین ساعت بزرگ جلوی آن شکوه و جلال را القا می‌کرد. ساعت درست جلوی نقطه اتصال شیب‌های دو سمت سقف قرار گرفته و اعداد رومی با رنگ سیاه جلوی آن نوشته شده بودند. عقربه هایش نیمه شب را نشان میداد. پنجره های تاریک و تاقدار با قاب های سنگی در فواصل مساوی روی دیوار جلوی ساختمان کار شده بودند. در نگاه اول نورا فقط 4 پنجره دید، اما یک لحظه بعد مطمئن بود که 5 پنجره می‌بیند. به این نتیجه رسید که حتما اشتباه شمرده. با توجه به اینکه دور تا دورش هیچ چیز دیگری نبود و جای دیگری نداشت که برود، محتاطانه قدمی به سمت ساختمان برداشت. به ساعت دیجیتال روی مچش نگاه کرد. طبق آنچه ساعت میگفت دقیقاً نیمه شب بود. نورا منتظر ماند تا ثانیه بعد برسد، اما نرسید.
حتی وقتی به ساختمان نزدیک میشد، در چوبی را باز کرد و قدم به داخل ساختمان گذاشت. اعداد روی صفحه ساعت تغییر نکردند. یا ساعتش خراب شده بود یا اینکه بلایی سر زمان آمده بود. در این شرایط هر دو احتمال ممکن بود. نورا فکر کرد چی شده؟ اینجا چه خبره؟ همانطور که داخل میرفت به این فکر افتاد که شاید در اینجا بتواند جوابی برای سوالهایش پیدا کند. داخل ساختمان حسابی روشن بود و با سنگ‌های روشن آن را سنگ فرش کرده بودند. رنگی میان زرد روشن و قهوه‌ای شتری، مثل رنگ کاغذ کتاب‌های قدیمی. اما پنجره‌هایی را که از بیرون دیده بود در داخل ساختمان نمی‌دید. در واقع با اینکه فقط چند قدم در داخل ساختمان پیش رفته بود، دیگر نمی‌توانست دیوارها را ببیند. در عوض همه جا پر از قفسه‌های کتاب بود. ردیف به ردیف طبقات پر از کتاب که تا سقف بالا می رفتن و از راهروی عریضی که نورا درونش قدم می زد منشعب شده بودند. نورا در یکی از ردیف ها پیچید و ایستاد تا با سردرگمی به کتاب های ظاهراً بی پایان نگاه کند. همه جا پر از کتاب بود. خود طبقات آنقدر باریک بودند که انگار اصلاً دیده نمی شدند و نامرئی بودند. کتاب ها همه سبز رنگ بودند، اما سایه های مختلف و متفاوت سبز. برخیشان مثل آب مرداد سبز مات، برخی دیگر سبز روشن مغز پسته‌ای، برخی سبز زمردی تیره و برخی دیگر هم به روشنی و شادی چمن‌های تابستان. حالا که بحث چمن‌های تابستان شد، با اینکه کتاب‌ها قدیمی به نظر می‌رسیدند، هوای کتابخانه بسیار تازه بود. بوی خوشایند و شبیه حیاتی پوشیده از چمن داشت، نه شبیه کتاب‌های قدیمی و خاک گرفته. واقعاً به نظر می‌رسید طبقات تا ابد ادامه دارند و مستقیم به سمت افقی ناپیدا و دوردست می‌روند و فقط گهگاهی راهروی وسطشان دیده می‌شد و این نظم را به هم می‌زد. نورا یکی از راهروها را تصادفی انتخاب کرد و در آن به راه افتاد. در تقاطع بعدی به چپ پیچید و اندکی گم شد. دنبال راه خروجی گشت، اما هیچ نشانه یا تابلوی خروجی ندید. سعی کرد قدم‌های پیشرفته را برگردد، اما غیر ممکن بود. در نهایت به این نتیجه رسید که قرار نیست راه خروج را پیدا کند. برای آنکه دست کم با شنیدن صدای خودش کمی آرام شود، گفت غیر طبیعیه، واقعا غیر طبیعیه. ایستاد و قدمی به طرف چند تا از کتاب‌ها برداشت. هیچ عنوان یا نام نویسنده‌ای روی عطف کتاب‌ها نوشته نشده بود. جز تفاوت رنگشان، تنها وجه تمایز دیگری که داشتند حجمشان بود. ارتفاع کتاب‌ها یکسان بود، اما قطرشان تغییر می‌کرد. عطف بعضی هایشان 2 اینچ قطر داشت و بعضی دیگر به شدت کم. یکی دو تایشان که اصلا مثل بروشورهای نازک بودند. دست دراز کرد تا یکی از کتاب‌های متوسط را که رنگ زیتونی ملال‌آوری داشت از روی طبقه بردارد. کمی خاک گرفته و کهنه به نظر می‌رسید. پیش از آنکه کتاب را کامل از طبقه بردارد، صدایی از پشت سرش شنید و عقب پرید. صدا گفت مراقب باش. نورا برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش است. خواهش میکنم مراقب باش. زن ظاهراً از ناکجا آباد آنجا پیدا شده بود. شیک پوش بود، موی خاکستری کوتاه داشت و پلیور یقه اسکی سبز لاک پشتی پوشیده بود. اگر نورا میخواست سنش را حدس بزند، میگفت حدوداً 60 ساله است. شما کی هستین؟ اما پیش از اینکه سؤالش را کامل کند، دریافت که خودش از قبل جواب را میداند. زن محجوبانه گفت کتاب دارین کتابخونه. چهرهش مهربان اما جدی و خردمند بود. همان موی خاکستری به دقت پیرایش شده همیشگیش را داشت و صورتش دقیقاً همان شکلی بود که نورا به یاد می آورد. چرا که زن پیش رویش همان کتابدار پیر مدرسه شان بود. خانم علم لبخندی کم رنگ زد. شاید. نورا به یاد آن بعد از ظهرهای بارانی افتاد که با همدیگر شطرنج بازی می‌کردند. روزی را به یاد آورد که پدرش مرد و خانم علم آرام آرام این خبر را در کتابخانه به او رساند.
پدرش در مدرسه شبانه روزی که تدریس میکرد ناگهان دچار سکته قلبی شده و درگذشته بود. آن روز نورا حدود نیم ساعت کاملا گیج و سردرگم به بازی نیمه تمام شطرنجشان خیره شده بود. در ابتدای حقیقت برایش سنگین‌تر از آن بود که بتواند درکش کند. بعد ناگهان به ذهنش هجوم آورد و او را با دنیای ناشناخته آشنا کرد. نورا خانم علم را در آغوش گرفته بود و صورتش را با لباس یقیس که او چسبانده و انقدر گریه کرده بود که صورتش به خاطر ترکیب اشک و لباس دچار حساسیت شد. خانم علم فقط او را در آغوش گرفته بود و مثل بچه پشت سرش را نوازش کرده بود. نه حرفهای کلیشه‌ای زده بود، نه سعی کرده بود با حرفهای دروغین آرامش کند. برعکس فقط نگرانش بود. نورا صدای خانم علم را به یاد آورد که میگفت همه چیز بهتر میشه نورا، همه چیز درست میشه. 1 ساعت طول کشید تا مادر نورا دنبالش آمد. برادر نورا نشئه و بیخیال روی صندلی عقب نشسته بود. نورا هم روی صندلی کنار مادر ساکت و لرزانش نشسته بود و به او گفته بود که دوستش دارد، اما هیچ جوابی نگرفته بود. اینجا کجاست؟ من کجام؟ خانم علم لبخندی بسیار رسمی زد. خب مشخصا اینجا کتابخونه است. ولی کتابخونه مدرسه نیست. راه خروجی هم نداره. من مردم؟ اینجا دنیای بعد از مرگه؟ خانم علم گفت نه دقیقاً. نمیفهمم. پس بذار توضیح بدم. در حالی که خانم علم صحبت میکرد چشمانش گویی جان گرفته بودند و مثل چاله هایی پر آب زیر نور ماه میدرخشیدند. گفت بین زندگی و مرگ یک کتابخونه است. توی اون کتابخونم طبقات کتاب تا ابد ادامه دارن. هر کتاب موقعیت این رو بهت میده که یکی از زندگی هایی را که تجربه کنی که میتونستی داشته باشی تا ببینی اگه انتخاب های دیگه‌ای کرده بودی چی میشد. اگه موقعیت این رو داشتی که حسرت‌هات را از بین ببری کاری متفاوت انجام میدادی؟ نورا پرسید پس واقعا مردم؟ خانم علم سر تکان داد. نه، دقیق گوش کن. بین زندگی و مرگ. اشاره محو به انتهای راهرو و افق. مرگ اون بیرونه. نورا گفت خب پس باید برم بیرون چون خودم میخوام بمیرم. نورا راه افتاد که برود، اما خانم علم سر تکان داد. روند مرگ اینطوری نیست. چرا؟ نمیتونی بری سراغ مرگ. مرگ میاد سراغ تو. ظاهراً قرار نبود نورا حتی در مرگ هم موفقیتی به دست بیاورد. حس آشنایی بود، حس ناکاملی در همه زمینه‌ها، مثل یک پازل انسانی ناتمام، نیمه زنده و نیمه مرده. خب چرا نمردم؟ چرا مرگ نیامد سراغم؟ رسما خودم دعوتش کردم که بیاد. میخواستم بمیرم، اما الان میبینم اینجا هنوز وجود دارم. هنوز همه چیز را حس میکنم. خانم علم گفت خب اگه این حرفم مایه آرامشت میشه بهتره بدونی که به احتمال زیاد داری میمیری. کسانی که به کتابخونه میان حالا سرنوشتشون هر چی که باشه معمولا خیلی اینجا نمیمونن. نورا هر وقت به این موضوع فکر میکرد که البته این اواخر بیشتر و بیشتر هم شده بود، همیشه فقط کمبودهایش را میدید. چیزهایی که نتوانسته بود به آنها برسد. واقعا هم خیلی چیزها بودن که نورا به آنها نرسیده بود. حسرتهای زیادی داشت که پیوسته توی سرش تکان میشدند. توی المپیک شنا نکردم، یخچال شناس نشدم، همسر در نشدم، مادر نشدم، خواننده اصلی گروه هزار تو نشدم، موفق نشدم، آدم واقعا خوبی شادی بشم، نتونستم از ولتر مراقبت کنم و حالا بعد از تمام اینها حتی نتونستم بمیرم. واقعا شرم‌آور بود که این تعداد از احتمالات مختلف رو نابود کرده بود. تا زمانی که کتابخانه نیشه وجود داره تو هم از مرگ حفظ میشی نورا. حالا باید تصمیم بگیری میخوای چطور زندگی کنی. طبقات کتاب دو سمت نورا شروع به حرکت کردن. زاویه هایشان عوض نمیشد، فقط افقی میلغزیدن و جابجا میشدن. این احتمال هم بود که اصلا طبقات حرکت نمیکنن و این کتاب ها هستن که جابجا میشوند. صدایی به گوش نمی رسید و کتاب ها هم از انتها یا ابتدای طبقات بر زمین نمی ریختن. کتاب ها بر اساس اینکه روی کدام طبقه قرار داشتند با سرعتی متفاوت می لغزیدن، اما هیچ کدامشان خیلی سریع حرکت نمی کردن. چه اتفاقی داره می افته؟ چهره خانم علم در هم رفت. وقتشه که شروع کنی عزیزم.
اگه اشکال نداره این رو بپرسم چی رو شروع کنم؟ خانم علم گفت هر زندگی میلیون ها تصمیم را شامل میشه. بعضی از این تصمیم ها بزرگ هستن و بعضی کوچک. اما هر بار که تصمیم گرفته میشه نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه میشه. این کتاب ها دریچه‌ای هستن به تمام زندگی هایی که تو میتونستی تجربه کنی. چی؟ تعداد زندگی هایی که میتونی داشته باشی به اندازه احتمالاتیه که توی عمرت داری. توی بعضی زندگی ها انتخاب های متفاوتی میکنی و اون انتخاب ها نتایج متفاوتی را ایجاد میکنن. اگه فقط یک کار را متفاوت انجام داده بودی، داستان زندگیت متفاوت میشد. همه اون زندگی ها هم توی کتابخونه نیمه شب وجود دارن. همشون درست به اندازه این زندگی واقعی هستن. یعنی زندگی ها موازی هن؟ نه همیشه، بعضی هاشون بیشتر متقاطع هستن. خب دوست داری زندگی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی؟ دوست داری کاری رو متفاوت انجام بدی؟ چیزی هست که بخوای تغییرش بدی؟ کار اشتباهی کرده ای؟ جوابش آسان بود. آره، همه چیز. به نظر رسید این جواب باعث شد بینی کتابدار قلقلک شود. خانم علم سری دست در آستین لباس یقه اسکیش فرو برد تا دستمال کاغذیش را بیرون بیاورد. بلافاصله آن را جلوی صورتش گرفت و داخلش عطسه کرد. نورا گفت عافیت باشه و دید که چطور به محض تمام شدن استفاده کتابدار از دستمال جادوی عجیب آن را از توی دستمالش غیب کرد. خانم علم گفت نگران نباش، دستمال ها هم مثل زندگی ها متفاوت هستن. همیشه تعداد زیادی ازشون هست. خانم علم برگشت سر حرفش. انجام دادن فقط یک کار به شکلی متفاوت معمولا مثل اینه که همه چیز رو متفاوت انجام بدی. هر چقدر هم که تلاش کنیم نمیتونیم کارهایی را که توی دوران زندگی انجام دادیم تغییر بدیم. اما تو دیگه توی دوران زندگی نیستی، اومدی بیرون. این موقعیت رو داری که ببینی همه چیز میتونست چطور پیش بره. نورا در دل گفت امکان نداره اینو واقعی باشه. ظاهرا خانم علم میدانست او به چه فکر میکند. خانم علم گفت اما واقعی نورا سید. هرچند اون واقعیتی نیست که تو درکش میکنی. بهترین حالتی که میشه توصیفش کرد میانه است، نه زندگی و نه مرگ. اون زندگی واقعی که فکر میکنی نیست، اما رویا هم نیست. نه اینه و نه اون. خیلی کوتاه بخوام بگم کتابخونه نیمه شبه. طبقات که تا پیش از این آهسته حرکت میکردن متوقف شدن. نورا متوجه شد که یکی از طبقات سمت راستش در ارتفاع شانه فضای خالی بزرگی دارد. تمام بخش‌های دیگر طبقات کاملا و شانه به شانه از کتاب پر بودند، اما اینجا فقط یک کتاب به پشت روی طبقه سفید و نازک قرار داشت. این کتاب برخلاف بقیه کتاب‌ها نه سبز بلکه خاکستری بود. خانم علم کتاب را از روی طبقات برداشت و به نورا داد. در نگاهش اندکی حس انتظار دیده میشد، انگار که کادوی کریسمس نورا را به او داده بود. وقتی توی دست خانم علم بود سبکتر به نظر می رسید، اما خیلی سنگین تر از آن بود که نورا فکر می کرد. نورا شروع به باز کردن کتاب کرد. خانم علم سر تکان داد. همیشه باید منتظر تایید من بمونی. چرا؟ همه کتاب‌های اینجا، همه کتاب‌هایی که توی کتابخونه‌ن، همشون به جز یکی نوعی از زندگی تو هستن. این کتابخونه مال توئه. به خاطر تو اینجاست. میدونی؟ چون زندگی هر کسی میتونه به بی‌نهایت شکل مختلف پیش بره. کتاب‌های توی طبقات زندگی تو هستن و همشون هم از زندگی از زمان یکسانی آغاز میشن. همین الان نیمه شب سه‌شنبه 28 آوریل. اما این احتمالات نیمه شبی با هم یکی نیستن. بعضیاشون شبیه هم دیگه و بعضیاشون بسیار متفاوتن. نورا گفت دیوونه کنندن. همشون به جز یکی؟ همین یکی؟ نورا کتاب خاکستری و سنگ مانند را به سمت خانم علم کج کرد. خانم علم ابروی بالا انداخت. آره، همون. این کتابیه که نوشتی بدون اینکه هرگز حتی یک کلمه بنویسی. چی؟ این کتاب منبع تمام مشکلاتت و همچنین راه حل همشونه. خب چی هست؟ اسمش کتاب حسرت هاست عزیزم. نورا به کتاب خیره شد. حالا می توانست حروف کوچک حک شده روی جلد را ببیند.
کتاب حسرت‌ها. خانم علم انگشت روی جلد زد و گفت هر حسرتی که از روز تولدت به بعد داشتی توی این کتاب ثبت شده. حالا بهت این اجازه رو میدم که بازش کنی. از آنجا که کتاب زیادی سنگین بود، نورا برای باز کردنش اول 4 زانو روی زمین سنگین نشست. شروع کرد به ورق زدن کتاب. کتاب به فصل‌های مختلف تقسیم شده بود که به ترتیب 0، 1، 2، 3 و همینطور یکی یکی بالا می رفتن تا به 35 می رسیدن. با پیش رفتن کتاب فصل‌ها هم سال به سال طولانی تر می شدن، اما حسرت‌هایی که نورا جمع کرده بود اختصاصاً متعلق به همان سال نوشته شده نبودند. خانم علم گفت حسرت‌ها توجهی به ترتیب گاه شمار نمی‌کنن و جابجا می‌شوند. ترتیب این فهرست‌ها همیشه در حال تغییره. نورا گفت آها، آره، خب فکر کنم منطقیه. نورا زود متوجه شد که حسرت‌هایش از چیزهای کوچک و روزمره، پشیمونم که امروز ورزش نکردم، تا موضوعات مهم، پشیمونم که قبل مرگ پدرم بهش نگفتم دوستش دارم، را شامل می‌شدن. حسرت‌ها ادامه دار بودن و پیش زمینه داشتن و در صفحات متعدد تکرار می‌شدن. پشیمونم که توی گروه 1000 تو نموندم چون برادرم رو ناامید کردم. پشیمونم که توی گروه 1000 تو نموندم چون از خودم ناامید شدم. پشیمونم که تلاش بیشتری برای نجات محیط زیست نکردم. پشیمونم که وقتم رو صرف شبکه‌های اجتماعی مجازی کردم. پشیمونم که با ایزی نرفتم استرالیا. پشیمونم که وقتی جوان‌تر بودم بیشتر خوش نگذروندم. پشیمونم که اونقدر با او بحث کردم و دعوا کردم. کاش که شغلی مرتبط با حیوانات داشتم. پشیمونم که توی دانشگاه به جای فلسفه زمین شناسی نخوندم. پشیمونم که یاد نگرفتم چطور آدم شادتری باشم. پشیمونم که انقدر احساس گناهکاری داشتم. کاش که زبان اسپانیایی را ادامه میدادم. پشیمونم که توی آزمون دروس پیشرفته رشته‌های علمی را انتخاب نکردم. یخچالشناس نشدم. پشیمونم. ازدواج نکردم. پشیمونم. سالم زندگی نکردم. پشیمونم که به لندن اسباب کشی نکردم. پشیمونم که نرفتم پاریس تا انگلیسی تدریس کنم. پشیمونم که نوشتن رمانی را که توی دانشگاه شروع کردم به پایان نرسوندم. پشیمونم که لندن رو ترک کردم. پشیمونم که وارد شغلی بدون آینده شدم. پشیمونم که خواهر بهتری نبودم. پشیمونم که بعد از تموم کردن دانشگاه 1 سال را صرف تفریح نکردم. پدرم رو ناامید کردم و پشیمونم. بیشتر از نواختن پیانو اون رو تدریس نکردم. سرمایه مالیم رو درست مدیریت نکردم. پشیمونم که توی روستا زندگی نکردم. بعضی از حسرت‌ها کم رنگتر از بقیه بودن. حسرتی پیاپی نامرئی و دوباره مرئی می شد. انگار که داشت به نورا چشمک می زد. آن حسرت این بود: پشیمونم که هنوز بچه دار نشدم. خانم این که ظاهراً دوباره به طریقی ذهن او را خوانده بود توضیح داد: این حسرتیه که بعضی وقتها وجود داره و بعضی وقتها نه. چند تا از این حسرت‌ها توی کتاب هست. از 34 سالگی به بعد در طولانی ترین فصل انتهای کتاب حسرت‌های متعددی وجود مربوط به دن بودن. همگی نسبتاً شدید بودن و مثل آکوردی بلند و پرصدا از کنسرت یوزف هایدن در سر نورا پخش می شدن. پشیمونم که با دن نامهربون بودم. پشیمونم که باهاش قطع رابطه کردم. پشیمونم که باهاش توی میخونه محلی زندگی نکردم. در حالی که به صفحه خیره شده بود، یاد مردی افتاد که نزدیک بود با او ازدواج کند. نخستین بار دن را در دورانی دید که با ایزی در توتینگ زندگی می‌کرد. لبخندی عمیق داشت و ریشی کوتاه. ظاهرش شبیه مجری‌های قدیمی تلویزیون بود، با مزه و کنجکاو. زیاد می‌نوشید، اما به طریقی هیچ وقت گرفتار بدحالی‌های بعد از نوشیدن نمی‌شد. تاریخ هنر خوانده بود. سمت سرپرستی نیروی انسانی در شرکت تولید کننده شکلات‌های پروتئینی داشت. با وجود این رویایی داشت و رویایش این بود که میخانه‌ای در روستا باز کند. رویایی که دوست داشت آن را با او شریک شود، با نورا. نورا شیفتر شد و با هم نامزد شدند، اما ناگهان متوجه شد که نمیخواهد با او ازدواج کند. در دل از این میترسید که مثل مادرش شود. نمیخواست ازدواج پدر مادرش را تکرار کند.
همانطور که به کتاب حسرت‌ها خیره شده بود به این فکر کرد که آیا پدر و مادرش اصلا زمانی همدیگر را دوست داشتند یا صرفاً در زمان مناسب با نزدیکترین فرد ممکن ازدواج کردند. مادرش 3 ماه پیش از مراسم ازدواج فوت کرد. نورا به شدت متأسف و اندوهگین بود و با اینکه پیشنهاد کرد تاریخ ازدواجشان را عقب بیاندازد، این کار به دلایلی هرگز انجام نشد. ازدواجش همچون عارضه این احساس آشوب به نظر می رسید و حس می کرد به ریل قطاری بسته شده و تنها راه شل کردن طناب‌ها و آزاد شدنش این است که ازدواج را لغو کند. با این حال ماندن در بدفورد، مجرد بودن، لغو برنامه‌هایش برای رفتن با ایزی به استرالیا، گرفتن کاری در مغازه ابزار موسیقی و آوردن گربه، حسی دقیقاً برعکس آزادی داشت. خانم علم گفت وای نه و رشته افکار نورا را قطع کرد. تحملش برات خیلی سخته. ناگهان تمام احساس پشیمانی و درد ناشی از ناامید کردن دیگران و خودش و دردی که کمتر از 1 ساعت پیش سعی کرده بود از آن فرار کند به جانش افتاد. حسرت‌های متفاوت با هم دیگر ترکیب شدند. در واقع همانطور که به صفحه‌های گشوده کتاب نگاه می‌کرد، انگار به دردی بدتر از زمان حضورش در بدفورد گرفتار شد. قدرت تمام حسرت‌هایش که همزمان از کتاب برمیخواستند برایش به زجری تحمل ناپذیر تبدیل شده بود. وزن اندوه و حس گناه و ندامت بیش از حد زیاد بود. روی آرنج‌هایش به عقب تکیه داد، کتاب سنگین را رها کرد و چشمانش را محکم بست. به سختی میتوانست نفس بکشد، انگار که دست‌های نامرئی دور گردنش حلقه شدند. متوقفش کن. خانم علم دستور داد ببندش. کتاب را ببند. نه فقط چشمهات، کتاب را ببند. باید خودت انجامش بدی. بنابراین نورا با اینکه حس می‌کرد الان بیهوش می‌شود، دوباره صاف نشست و دستش را زیر جلد کتاب برد. به نظرش از قبل سنگین‌تر شده بود، اما موفق شد کتاب را ببندد و بعد نفسی سرشار از آرامش بکشد. خانم علم دست به سینه ایستاده بود. با اینکه دقیقاً شبیه همان خانم علمی بود که نورا میشناخت، رفتارش مشخصاً خشونت‌آمیز بود. خانم علم بود اما به دلایلی او نبود. همه چیز نسبتاً گیج کننده بود. نورا هنوز نفس میزد. با این حال خوشحال بود که دیگر فشار همزمان تمام حسرت‌هایش را حس نمی‌کرد. گفت خب؟ خانم علم گفت کدوم حسرت از بقیه بیشتر به چشمت میاد؟ دوست داری کدوم تصمیم را عوض کنی؟ میخوای کدوم زندگی رو امتحان کنی؟ دقیقاً همین را گفت. امتحان کنی. انگار که اینجا مغازه لباس فروشی است و نورا میتواند زندگی را به سادگی یک تیشرت انتخاب کند. همه چیز مانند بازی شرورانه بود. خیلی دردناک بود. حس میکردم دارم خفه میشم. این کار چه فایده‌ای داره؟ خانم علم گفت فایدهش اینه که به احتمال خیلی زیاد زندگی قبلی تمومه. میخواستی بمیری. شاید هم همین طور باشه. جایی لازم داری که بری، جایی که موندگار بشی، یه زندگی دیگه. الان شروع میشه. تمام آینده‌ای که میبینی اینجان. کتاب‌های تو هم نشون دهنده همین هستن. تمام لحظات حال آینده‌ای که میتونستی تجربه کنی. پس اینجا هیچ گذشته‌ای نیست؟ نه، فقط عواقب گذشته‌های مختلف را اینجا می‌بینی. اما اون کتاب‌ها هم به هر حال نوشته شدن. من همه‌شون را می‌دونم اما حق نداری بخونیشون. نورا گفت و هر زندگی کی به پایان میرسه؟ خانم علم گفت میتونه چند ثانیه، چند ساعت، چند روز یا چند ماه و حتی بیشتر باشه. اگه زندگی پیدا کردی که واقعا میخواستی زندگیش کنی، میتونی تا وقتی که از کهولت سن بمیری همون رو زندگی کنی. اگه واقعا و عمیقا زندگی رو بخوای، نیازی نیست نگران باشی. جوری همونجا میمونی که انگار از اول همونجا بودی. خیلی ساده بخوام بگم، کتابش دیگه به کتابخونه بر نمیگرده، دیگه قرضی نیست و تبدیل به هدیه میشه. به محض اینکه به این نتیجه برسی که واقعا اون زندگی رو میخوای، تمام چیزهایی که الان توی سرت هست، از جمله کتابخانه نیمه شب، در نهایت به خاطره ای اونقدر محو و گنگ تبدیل میشه که انگار اصلا وجود نداشته. یکی از لامپ‌های بالا سوسو زد. خانم علم با لحنی که کمی بوی تهدید میداد ادامه داد: تنها خطر ممکن مال وقتیه که اینجایی، بین زندگی ها.
اگه میل به ادامه دادن رو از دست بدی، روی زندگی اصلی تأثیر میذاره و ممکنه به نابودی اینجا ختم بشه. اون وقت برای همیشه از بین میمیری و دیگه به هیچ کدوم از این کتاب‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنی. نورا گفت خودم هم همین رو میخوام بمیرم. میمیرم چون خودم میخوام. برای همین قرص‌های زیادی خوردم تا آوردوز کنم. میخوام بمیرم. خانم علم گفت خب شاید نه، به هر حال الان اینجایی. نورا سعی کرد متوجه موقعیت شود. خب اگه توی یه زندگی بدتر از زندگی قبلیم گیر افتادم، چطور به کتابخونه برگردم؟ ممکن اولش حسش نکنی، اما به محض اینکه کاملا احساس ناامیدی کنی به اینجا برمیگردی. بعضی وقتا این حس آروم آروم سراغت میاد، بعضی وقتا هم یک دفعه بهت دست میده. اگه هیچ وقت حسش نکنی همونجا میمونی و قاعدتاً یعنی همونجا شاد و خوشحالی. از این ساده تر نمیشه بیانش کرد. بنابراین انتخاب کن که چه کاری رو متفاوت انجام میدی تا من کتابش رو برات پیدا کنم، یعنی همون زندگی را پیدا کنم. نورا سرش را پایین گرفت و به کتاب حسرت‌ها نگاه کرد که روی کاشی‌های زرد و قهوه‌ای زمین افتاده بود. به یاد مکالمات شبانش با دن درباره رویایش برای باز کردن میخانه کوچک در روستا افتاد. اشتیاق دن واگیردار بود و انگار که تا حدودی به رویای نورا هم تبدیل شد. آرزو میکنم که دن را ترک نکرده بودم، که هنوز با اون توی رابطه بودم. پشیمونم که پیش هم دیگه نموندیم و اون رویا را محقق نکردیم. زندگی هست که توش هنوز با هم باشیم؟ خانم علم گفت البته. کتاب‌های کتابخونه دوباره شروع به حرکت کردند، انگار که طبقات کتاب در واقع ریل خطوط تولید کارخانه باشند. لحظه به لحظه سریعتر از قبل حرکت می‌کردند تا جایی که دیگر نمی‌شد کتاب‌ها را از هم تشخیص داد، فقط به شکل جریانی سبز رنگ پیش می‌رفتند. بعد درست به همان اندازه ناگهانی متوقف شدند. خانم علم خم شد و کتابی را از طبقه پایینی در سمت چپ خودش برداشت. این کتاب از آنهایی بود که جلد سبز تیره داشت. آن را به نورا داد. بسیار سبکتر از کتاب حسرت‌ها بود. روی جلدش چیزی نوشته شده بود: زندگی من. اما این زندگی من نیست. اوه نورا، همه اینا زندگی تو هن. الان چی کار کنم؟ کتاب را باز کن و برو صفحه اول. نورا همین کار را کرد. خانم علم به دقت و محتاطانه گفت خیلی خوب، حالا خط اول را بخوان. نورا به خط اول نگاه کرد و خواندش. از میخانه خارج شد و به هوای خنک شبانه قدم گذاشت. نورا به اندازه‌ای زمان داشت که به خودش فکر کند. میخانه؟ بعد از آن همه چیز اتفاق افتاد. متن کتاب با سرعتی زیاد در هم پیچید و ناخوانا شد. نورا همزمان احساس ضعف کرد. هرگز آگاهانه کتاب را رها نکرد، اما لحظه آمد که دیگر در حال خواندنش نبود و لحظه دیگر بعد از آن اصلاً هیچ کتاب یا کتابخانه‌ای وجود نداشت. نورا در هوای سرد و تمیز بیرون ایستاده بود. برخلاف بدفورد اینجا باران نمی آمد. با خودش نجوا کرد کجا هستم؟ ردیفی از خانه‌های سنگی کوچک و تراستار در سمت دیگر جاده بودند. جاده پیچ کمی داشت، خانه‌های قدیمی و ساکت با چراغ‌های خاموش در کنار روستا که بعد از آنها فضای خالی و بیجان دشت قرار داشت. بوی مزارع، هوهوی دو بخشی جغدهای جنگلی و بعد دوباره سکوت. سکوتی که انگار جسم و جان داشت و در هوا حس می شد. عجیبه. این سمت جاده با نور طلایی خارج شده از پنجره طبقه پایین ساختمان روشن می شد. سرش را بالا برد و تابلوی با دقت و ظرافت رنگ شده میخانه را دید که در باد تاب می خورد. نعل‌های روی هم سوار شده زیر تابلو به دقت این کلمات را می ساختند: 3 نعل اسب. جلوی نورا تخته سیاه پایدار روی آسفالت بود. دست خط خودش را روی تابلو شناخت که با ظریف‌ترین و تمیزترین حالتش نوشته شده بود: 3 نعل اسب. 3 شنبه شب، شب مسابقه پرسش و پاسخ، ساعت 8:30. در این زندگی نورا 4 علامت تعجب را پشت سر هم می‌گذاشت. احتمالاً آدم‌هایی که راحت‌تر و شادتر بودن این کار را می‌کردند. امید بخش بود. سرش را پایین گرفت تا ببیند چه پوشیده.
پیراهن جینی که آستین‌هایش را روی بازو بالا زده بود، شلوار جین و کفش لژدار، هیچ کدام از اینها را در زندگی واقعیش نمی پوشید. از سرمای هوا موهای بدنش سیخ شده بودند و مشخصاً لباسش مناسب این نبود که مدت زیادی را بیرون بگذراند. 2 انگشتر در انگشت حلقه‌اش بود. یکی حلقه یاقوت کبود نامزدی‌اش که بیش از 1 سال پیش لرزان و گریان درش آورده بود و دیگری حلقه ازدواج نقره‌ای ساده. دیوونگیه. ساعتی به دست داشت، البته نه ساعت دیجیتال. در این زندگی 1 ساعت باریک و ظریف آنالوگ با اعداد رومی داشت. حدوداً 1 دقیقه از نیمه شب گذشته بود. این اتفاقات چطور ممکنه؟ در این زندگی دستهایش نرمتر و لطیفتر بودند. شاید با آنها کره میزد. لاکی شفاف روی ناخنهایش برق میزد. با دیدن خال کوچک و آشنای روی دست چپش کمی احساس آرامش کرد. صدای قدم‌هایی را روی سنگریزه‌ها شنید. کسی داشت در مسیر به سمت او می آمد. مردی که به لطف پنجره‌های میخانه و تنها لامپ خیابان دیده می‌شد. مردی با گونه‌های گلگون و سیبیلی خاکستری شبیه سیبیل چارلز دیکنز و کاپشن شمعی، مانند خمره‌ای به شکل انسان که زنده شده باشد. از حالت بسیار محتاط راه رفتنش معلوم بود که کمی مست است. شب بخیر نورا، جمعه برمیگردم واسه اون خواننده محلیه. دم میگه یارو خیلی کارش خوبه. ظاهراً در این زندگی نورا اسم مرد را میدانست. آها آره، البته جمعه شب خیلی خوبی میشه. دست کم صدای نورا مثل همیشه بود. مرد را تماشا کرد که با وجود خالی بودن خیابان چند بار چپ و راست را نگاه کرد و در کوچه میان خانه ها ناپدید شد. واقعا داشت اتفاق می افتاد. همین بود. زندگی میخانه‌ای، رویایی که به حقیقت پیوسته بود. رو به تاریکی شب گفت خیلی عجیب غریبه، خیلی خیلی عجیب غریبه. گروه 3 نفر دیگری هم از میخانه بیرون آمدند. 2 زن و 1 مرد. در حالی که از کنار نورا میگذشتند به او لبخند زدند. یکی از خانم ها گفت دفعه دیگه میبریم. نورا جواب داد آره، همیشه دفعه دیگه هم هست. سمت میخانه رفت و از پنجره نگاهی به داخل انداخت. به نظر خالی می آمد، اما چراغ‌ها هنوز روشن بودند. حتما آن گروه 3 نفر آخرین افراد توی میخانه بودند که رفتن. میخانه بسیار جذاب و ترغیب کننده به نظر می رسید. گرم و با هویت. میزهای کوچک و تیرک‌های چوبی و چرخ کالسکه‌ای که به دیوار وصل بود. فرش قرمز ضخیم و پیشخوانی که با روکش چوبی که تعداد چشمگیری پمپ نوشیدنی در آن بود. این همان رویایی بود که وقتی در پاریس کنار رود سن قدم می‌زدند، دم برای نخستین بار درباره‌اش به او گفت. وقتی سرطان مادر نورا به طرز شدیدی برگشت و به سرعت شروع به پیشروی در بدنش کرد، رویای آنها هم با وقفه روبرو شد. دن همراه نورا از لندن به بتفورد نقل مکان کرد. مادر نورا درباره نامزدی آنها می‌دانست و قصد داشت به اندازه‌ای زنده بماند که عروسیشان را ببیند، اما 4 ماه زودتر از موعد درگذشت. شاید همین بود، همین زندگی. شاید این نخستین بار بود که شانس می آورد، یا در واقع دومین بار. نورا اجازه داد لبخندی نگران روی لبهایش بنشیند. راه رفته را روی سنگریزه ها بازگشت و به سمت در کناری ساختمان رفت. نفس عمیقی کشید و داخل رفت. گرم بود و ساکت. نورا توی یک جور راهرو یا دالان بود. در راهرو کوتاه پیش رفت و وارد سالن اصلی میخانه شد که از پنجره آن را دیده بود. با دیدن گربه‌ای که انگار ناگهان از غیب ظاهر شد بالا پرید. یک گربه شکلاتی و لاغر و ظریف. خم شد و نوازشش کرد و نگاهی به اسم حک شده روی صفحه آویزان از قلاده‌اش انداخت. ولتر. گربه‌ای متفاوت با اسمی همسان. برخلاف گربه مونارنجی خطار عزیزش. به نظر نمی آمد این یکی ولتر هم از گربه های نجات یافته باشد. گربه شروع به خرخری کرد. سلام ولتس شماره 2. به نظر میاد شادی. هممون به اندازه تو شادیم؟ گربه با خرخری دیگر احتمالاً حرفش را تایید کرد و سرش روی پای او مالید. نورا او را از روی زمین برداشت و به طرف پیشخوان رفت. به پمپ‌ها نوشیدنی‌های دستساز متصل بود. از نوشیدنی سیاه و سیب گرفته تا نوشیدنی مالت انگلیسی و هندی. یک جعبه خیرات برای مؤسسه حفاظت از پروانه ها روی پیشخوان بود. نورا صدای به هم خوردن شیشه ها را شنید.
مثل این بود که کسی داشت ماشین ظرفشویی را پر می‌کرد. احساس کرد اضطراب سینه‌اش را تنگ کرده. حس آشنایی بود. بعد مرد دیلاق و دراز 20 و چند سالی که لباس شلوول و آزاد راگبی به تن داشت از پشت پیشخوان بالا آمد و بدون آنکه توجه خاصی به نورا بکند آخرین لیوان‌های کثیف را هم جمع کرد و در ماشین ظرفشویی گذاشت. سپس آن را روشن کرد و کتش را از روی جالباسی برداشت، پوشید و کلید ماشینش را بیرون آورد. خداحافظ نورا، همه میزها و صندلی را تمیز کردم. ماشین ظرفشویی هم روشنه. باشه، ممنون. تا پنجشنبه. نورا که احساسی شبیه جاسوسی داشت نزدیک بود لو برود گفت آره میبینمت. کمی پس از بیرون رفتن مرد نورا صدای قدم‌هایی را از زیر پا شنید که از سمت پشت میخانه عرض کاشی‌های سفالی را طی می‌کرد و اندکی پیش نورا از رویشان رد شده بود. بعد همون آمد. متفاوت به نظر می‌رسید. ریشش را کوتاه کرده بود و دور چشم‌هایش چروک و حلقه‌های تیره بیشتری دیده می‌شد. یک لیوان نوشیدنی سیاه توی دستش بود. نورا گفت دن. انگار که حتما باید دن را شناسایی و نامگذاری می‌کرد، مثل خرگوشی کنار جاده. فقط می‌خوام بگم که خیلی به هر دومون افتخار می‌کنم. دن با بیخیالی به او نگاه کرد. الان داشتم آب سردکن رو خاموش میکردم. باید فردا لوله آشو تمیز کنیم. 2 هفته است که ولش کردیم. نورا اصلا نمیدانست دن درباره چه کسی حرف میزند. گربه را نوازش کرد. درسته، آره، البته لوله ها. شوهرش به میز و صندلی های وارونه شده دور تا دورش نگاه کرد. تیشرت رنگ رو رفته فیلم آرواره ها رو به تن داشت. بیلیکو صوفی رفتن خونه؟ نورا مکث کرد. حس می‌کرد دن درباره کسانی حرف می‌زند که برایشان کار می‌کرد. آره، فکر کنم رفتن. حواسشون به همه چیز بود. خوبه. یادش می‌آمد که در تولد 26 سالگی دن آن تیشرت آرواره ها را برایش خریده بود. 10 سال پیش. جوابای امشب عجیب غریب بودن. یکی از تیم‌ها همونی که پیت و جولی توش بودن. فکر می‌کردم مارادونا سقف کلیسای سیستین رو نقاشی کرده. نورا سری به تأکید تکان داد و ولتس شماره 2 را نوازش کرد. وانمود میکرد میداند پیت و جولی چه کسانی هستند. دن دوباره گفت اگه بخوایم عادل باشیم امشب مسابقه سخت بود. ممکنه دفعه دیگه از یه وبسایت دیگه براشون داریم. منظورم این که اصلا کی میدونه بلندترین قله یه رشته کوه قره نمیدونم چی اسمش چیه؟ نورا پرسید رشته کوه قره قروم؟ اسمش کیدوس. دن کمی محکمتر از آنچه که باید گفت خب معلومه که تو میدونی چی میشه. بیش از حد مست بود. از همون چیزایی که بلد بودی، چون مثل آدمای عادی عاشق موسیقی راک و این چیزا نبودی و همیشه فقط دنبال سنگ و خاک و این چیزا بودی. نورا گفت مثل این که توی یه گروه موسیقی بود. اما آن موقع بود که به یاد آورد دن دوست ندارد او در گروه موسیقی باشد. دن خندید. نورا صدای خندش را می شناخت اما نمی شد گفت که کاملا از آن خوشش می آید. یادش رفته بود که در طول مدت رابطهشان حس شوخ طبعی دن تا چه اندازه به مسخره کردن دیگران و مخصوصا نورا بستگی داشت. با هم که بودن نورا می کوشید خیلی به این جنبه شخصیتش توجه نکند. دن خیلی جنبه های دیگر هم داشت. مثلا با مادر نورا در دوران مریضیش خیلی مهربان بود. می توانست درباره هر چیزی حرف بزند. همیشه پر از رویاهای مختلف برای آینده بود. جذاب بود و نورا از کنار او بودن معذب نمی شد. به هنر عشق زیادی داشت و همچنین همیشه می ایستاد تا با بی خانمانها حرف بزند. به دنیا اهمیت می داد. آدمها هم مثل شهرند. نمی شود به خاطر چند بخش کمتر جذابشان به کل آنها را کنار گذاشت. در هر صورت هیچ مشکلی نداشت که خیلی بزرگ محسوب شود. خب حالا که نورا بیشتر فکرش را میکرد دن هیچ وقت از کار او در موسیقی حمایت نکرده بود و گفته بود که حضورش در گروه هزار تو و امضای قرارداد موسیقی برای سلامت ذهنش بد است و در واقع برادرش را خودخواه خواند. اما آن موقع نورا این حرف او را نه چراغ قرمزی برای رابطه‌شان بلکه چراغ سبز دیده بود. طرز فکرش این بود دن به او اهمیت میدهد. داشتن کسی که برایش مهم باشد حس خوبی دارد.
کسی که اهمیتی به شهرت و چیزهای ظاهری و پیش پا افتاده ندهد و بتواند به پیشبرد زندگیشان کمک کند. به همین خاطر وقتی دن در بار بالای برج آکسو از او درخواست ازدواج کرد، نورا جواب مثبت داد. شاید از اول هم حق با او بود و باید جواب مثبت میداد. دن جلو آمد و وارد سالن شد. لحظه ای لیوانش را پایین گذاشت و حالا داشت با گوشیش دنبال سوالهای بهتری برای مسابقه پرسش و پاسخ میخانه میگشت. نورا به این فکر افتاد که دن امشب چقدر نوشیده است. به این هم فکر کرد که نکند رویایش برای داشتن میخانه در واقع رویای نوشیدن مقدار بی انتها از نوشیدنهای الکلی بوده. دن گفت اسم این چنزلی که 20 وجه داره چیه؟ نورا که دوست نداشت واکنشی شبیه واکنش چند لحظه پیش دن نصیبش شود به دروغ گفت نمیدونم. دن گوشی را توی جیبش گذاشت و گفت ولی فروش خوبی کردیم. همشون امشب خیلی نوشیدن. واسه سه‌شنبه بد نبود. همه چیز داره درست میشه. منظورم اینه که فردا بالاخره یه چیز داریم که به بانک بگیم. شاید واسه باز پرداخت وام بهمون وقت بیشتری بدن. دن برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. تابلو کجاست؟ چی؟ تابلو سیاه؟ مگه نرفتی بیاریش داخل؟ پس دلیل بیرون رفتنش این بود. نه الان میخوام برم بیارمش. فکر کردم دیدمت که رفتی بیرون. نورا لبخندی زد تا نگرانیش را پس بزند. آره خب رفتم، میخواستم نگران گربه‌مون بودم. ولتر پیداش نمی کردم، واسه همین رفتم بیرون دنبالش بگردم و پیداش هم نکردم. اگه نه. دن پشت پیشخوان رفته بود و داشت برای خودش ویسکی میریخت. ظاهرا متوجه نگاه قضاوتگر نورا شده بود. تازه این سومیشه، شاید هم چهارمیش. بالاخره شب مسابقه است. میدونی که وقتی داوری میکنم چقدر استرس میگیرم. این کمکم میکنه خنده‌دار باشم. دیگه چقدر خنده‌دار بودم نه؟ نورا گفت آره خیلی حسابی خندیدم. چهره دن ناگهان جدی شد. دیدم که داشتی با ایرین حرف میزدی. چی گفت؟ نورا مطمئن نبود چطور باید جواب این سوال را بدهد. چیز خاصی نمیگفت، همون حرفای همیشگی. ایرینو که میشناسی. حرفای همیشگی؟ فکر میکردم تا حالا باهاش حرف نزدی. منظورم حرفایی که مردم همیشه میزنن، نه حرفایی که ایرین میزنه. حرفای عادی مردم دیگه. حال ویل چطوره؟ نورا حدس زد. خیلی خوبه، سلام رسون. چشمان دن از تعجب گرد شد. واقعا؟ نورا واقعا نمیدانست چه بگوید. شاید ویل یک بچه باشد، شاید هم اصلا توی کما باشه. ببخشید نه، حواسم پرته. بگذاریم، من میرم تابلو رو بیارم تو. گربه را روی زمین گذاشت و راه افتاد که دوباره بیرون برود. این بار متوجه چیزی شده بود که هنگام ورود به میخانه ندیده بود. برگی قاب شده از روزنامه آکسفورد تایمز که تصویر نورا و دن را جلوی سن الاصل نشان میداد. دن بازویش را دور نورا حلقه کرده بود، کت شلواری به تن داشت که نورا تا به حال ندیده بود. خودش هم لباس بلندی پوشیده بود که در زندگی اصلیش هرگز امکان نداشت بپوشد. اصلا به ندرت لباس بلند میپوشید. میخانه‌دارها رویشان را به واقعیت تبدیل کردند. طبق آنچه در روزنامه نوشته شده بود، میخانه را ارزان و در وضعیتی بد خریده و بعد با ترکیب مقدار کمی پول ارث دن و وام بانکی و سرمایه‌ای که از قبل داشتن آن را بازسازی کرده بودند. مقاله داستان موفقیت آنها را تعریف می‌کرد، اما از آن زمان در واقع 2 سال می‌گذشت. بیرون رفت و به این فکر کرد که آیا واقعا می‌شود زندگی را با دیدن چند دقیقه پس از نیمه شب یک روز سه‌شنبه قضاوت کرد؟ شاید هم این تمام زندگی بود که لازم داشت. باد داشت شدت می‌گرفت و در آن خیابان ساکت روستایی تابلو رو روی پیاده رو کمی به جلو هل داده بود. درست پیش از آن که نورا تابلو را بردارد، لرزش گوشی را توی جیبش حس کرد. متوجه نشده بود که گوشی توی جیبش است. آن را بیرون آورد. پیامی از ایزی بود. متوجه شد عکس پس زمینه گوشیش تصویر خودش و دن در مکانی گرم است. با تشخیص چهره قفل گوشی را باز کرد و پیام را بالا آورد. عکس نهنگی بود که از آب اقیانوس بیرون پریده و کف سفید مثل لحظه باز شدن شامپاین در هوا پراکنده شده است. عکس زیبایی بود و صرفاً دیدن آن لبخند به لب نورا آورد. ایزی داشت چیزی می‌نوشت. یک پیغام دیگر. این یکی از عکسایی است که دیروز از روی کشتی گرفتم. و پیغام دیگر. نهنگ گوشپشت مادر.
سپس عکسی دیگر، این بار 2 نهنگ که کمرهایشان را از آب بیرون آورده بودند با بچه‌هایشان. آخرین پیام هم چند شکلک نهنگ و امواج آب داشت. احساس گرمایی خوشایند به نورا دست داد، نه فقط به خاطر عکس‌ها که مسلماً زیبا و دوست داشتنی بودند، بلکه به خاطر اینکه با ایزی هنوز در تماس بود. زمانی که نورا تصمیم گرفت عروسیشان را با دن لغو کند، ایزی اصرار زیادی کرده بود که با او به استرالیا برود. نقشه همه چیز را کشیدند و برنامه ریختند که نزدیک خلیج بایرون زندگی کنند و توی یکی از کشتی‌های تفریحی تماشای نهنگ کار پیدا کنند. اما بعد نورا ترسید و پشیمان شد. درست همانطور که از شنا کردن بودن در گروه موسیقی و ازدواج ترسیده بود. اما برخلاف آن دفعات این بار حتی دلیل هم نداشت. در زندگی واقعیش هیچ وقت با ایزی دعوا نکرده بود، اما پس از رفتن ایزی به استرالیا کم کم رابطهشان گرمای خود را از دست داد و دوستیشان به یک مشت پیغام تبریک تولد و پر از شکلک و لایک در فیسبوک و اینستاگرام بدل شد. نورا مکالمات خودش و ایزی را خواند و متوجه شد حتی با اینکه هنوز 10,000 مایل با همدیگر فاصله دارند، در این دنیا ارتباطشان را خیلی بهتر حفظ کردند. این بار که با تابلو داخل میخانه برگشت، در راه هیچ کجا ندید. مدتی در راهروی میخانه منتظر ماند و به این فکر کرد که پله ها کجا هستند. مطمئن نبود که دوست داشته باشد دنبال شوهر مستی برود که درست نمیشناسدش. در انتهای ساختمان پشت دری که رویش نوشته شده بود فقط کارکنان، پله ها را پیدا کرد. قاب کوچکی روی لبه یک پنجره کوچک بود. عکس عروسیشان بود، سیاه و سفید و به سبک عکس‌های روزنامه‌ای. داشتن از کلیسای بیرون می آمدن و بارانی از خرده‌های کاغذهای رنگارنگ روی سرشان می بارید. درست نمی‌شد صورت‌هایشان را دید، اما هر دویشان می‌خندیدند و تا آنجا که می‌شد از روی عکس فهمید به نظر می‌رسید عاشق همدیگر هستند. نورا یاد حرفای مادرش درباره دن افتاد. از اون پسرای به درد بخوره، خیلی شانس آوردی، صف بچسب بهش. برادرش جو را هم دید که سرش را تراشیده بود و واقعا خوشحال به نظر می رسید. یک لیوان شامپاین توی دستش داشت و دوست پسرش لوئیس هم که مشاور سرمایه گذاری بود و با هم رابطه کوتاه و فاجعه باری داشتن کنارش ایستاده بود. ایزی هم بود. راوی هم که بیشتر شبیه حسابدار بود تا طبل زن کنار زنی عینکی ایستاده بود که نورا نمی شناختش. در حالی که دن داخل دستشویی بود، نورا اتاق خواب را پیدا کرد. با اینکه مشکلات مالی داشتن، اما اساسی اتاق خواب گران قیمت به نظر می آمد. پنجره‌ها پرده‌های زیبا داشتند، تختی عریض و ظاهراً راحت وسط اتاق بود و پتوی رویش تمیز و سفید بود. در حالی که روی تخت کتاب‌هایی قرار داشت. در زندگی واقعیش دست کم 6 ماه می‌شد که هیچ کتابی کنار تختش نمی‌گذاشت. اصلاً در آن 6 ماه هیچ چیز نخوانده بود. شاید در این زندگی تمرکز بهتری دارد. یکی از کتاب‌ها را برداشت، مدیتیشن برای تازه کارها، زیرا نسخه از بیوگرافی فیلسوف محبوبش هنری دیوید سورو قرار داشت. روی میز کوچک آن سوی تخت هم کتاب‌هایی بود. نورا احساس می‌کرد بدنش تغییر کرده، کمی سالم‌تر و قوی‌تر اما مضطرب‌تر. با دست روی شکمش زد و متوجه شد در این زندگی بیشتر ورزش می‌کند. موهایش هم متفاوت بود، سنگین‌تر به نظر می‌رسید و وقتی کمی به آن دست کشید متوجه شد پشت موهایش بلندتر است. اندکی احساس منگی می‌کرد که حتما دست کم چند لیوان نوشیدنی خورده بود. دم وقتی وارد اتاق شد پرسید: حالت خوبه؟ نورا متوجه شد صدای دن آنطور نیست که به خاطر داشت. به نظر تو خالی می آمد و کمی سردتر. شاید خسته بود، شاید مضطرب و شاید مست بود. دن گفت: نورا عجیب غریب رفتار میکنی. چرا همطور وسط اتاق وایسادی؟ میخوای واسه خوابیدن آماده شی یا مشغول یه جور مدیتیشن ایستادنی هستی؟ به این حرف خودش خندید. فکر میکرد خیلی خنده‌دار هست. به سمت پنجره رفت و پرده را کشید. سپس شلوار جینش را درآورد و روی پشتی صندلی آویزان کرد. نورا در این مدت به او خیره شده بود و سعی کرد آن کشش عمیقی را که پیشتر از او دریافت می‌کرد دوباره احساس کند، اما تلاش زیادی لازم داشت که نورا انتظارش را نداشت. زندگی هر کسی میتونه به بی نهایت شکل مختلف پیش بره. دن مثل نهنگی در اقیانوس خودش را به سنگینی روی تخت انداخت. کتاب 0 تا 100 را برداشت. سعی کرد تمرکز کند. دوباره کتاب را پایین گذاشت. لپتاپی را از کنار تخت برداشت و هدفونی را توی گوشش چپاند. شاید می‌خواست یک پادکست گوش کند. نورا گفت: توی فکر بودم.
نورا احساس ضعف میکرد، انگار که فقط نصف نیمه آنجا بود. یاد حرف خانم علم افتاد که میگفت ناامیدی‌اش زندگی او را به کتابخانه برمیگرداند. نورا احساس میکرد دراز کشیدن روی تخت کنار مردی که 2 سال از آخرین ملاقاتشان گذشته در مجموع کار عجیبی است. زمان را از روی ساعت دیجیتال کنار تخت خواند. 12:23. دن همانطور که هنوز هدفون توی گوشش بود نگاهی به نورا انداخت. خیلی خوب، ببین، میدونی که اگه نمیخوای امشب واسه بچه دارشان تلاش کنی میتونی خیلی راحت بهم بگی. چی؟ منظورم اینه که میدونم اینطوری باید یه ماه دیگه صبر کنیم تا دوباره بدنت آماده بشه. داریم واسه بچه دار شدن تلاش میکنیم؟ من بچه میخوام. دن گفت نورا امشب چت شده؟ چرا انقدر عجیب غریب رفتار میکنی؟ نورا کفشایش را در آورد. چیزی نیست، عادیم. خاطره بیادش آورد. خاطره مربوط به تیشرت آرواره ها. در واقع آهنگ بود. آسمان زیبا. همان روز که تیشرت آرواره ها را برای دن خرید، برای نخستین بار قطعه‌ای برایش نواخت که آن را برای گروه 1000 تو نوشته بود. آسمان زیبا. به حساب خود نورا این بهترین قطعه‌ای بود که تا آن روز نوشته بود و از آن مهمتر قطعه‌ای بود که با تکیه بر خوشبینیش نسبت به آن دوران از زندگیش نوشته بود. زندگی تازه اش با دن الهام بخش آن قطعه بود. دن آنقدر با بیخیالی و بی اهمیتی به آن گوش داد که نورا حسابی آزرده شد و اگر تولد دن نبود حتما چیزی به او میگفت. دن گفت آره بد نیست. حالا خاطرات دیگری هم داشتن به ذهنش می آمدن. واکنش شدید دن وقتی که نورا درباره یکی از مشتریانش برایش گفته بود. اش، جراح و گیتاریست آماتوری که گاهی برای خرید کتاب موسیقی به مغازه تئوری ریسما می آمد و از نورا پرسیده بود دوست دارد با همدیگر قهوه‌ای بخورن یا نه. معلومه که بهش گفتم نه، اینقدر داد نزن. اما بدتر از آن وقتی بود که نماینده‌ای از طرف یک ناشر مهم موسیقی می‌خواست قراردادی با 1000 تو ببندد. در آن موقع به او گفته بود شک دارد رابطه‌شان دوام بیاورد. همچنین داستان ترسناکی از دوست دوران دانشگاهش شنیده بود که عضو یک گروه موسیقی بود و با ناشر موسیقی قرارداد بسته و بعد ناشر پولهایشان را بالا کشید و حالا همه‌شان بیکار بودند. نورا گفت میتونستم تو رو هم با خودم ببرم. توی قرارداد اسمت رو میآوردم. میتونستیم با همدیگه همه جا بریم. ببخشید نورا، اما این رویای تو بود نه من. که این خودش بیشتر باعث ناراحتی نورا میشد. چون حالا میدانست پیش از ازدواجشان با همدیگر چقدر تلاش کرده بود رویای دن برای باز شدن میخانه در روستاهای آکسفردشایر را به رویای خودش هم تبدیل کند. دن همیشه میگفت نگران نورا است، چون نورا هم واقعا در دوران حضورش در گروه موسیقی و مخصوصا وقتایی که میخواست پا روی صحنه بگذارد دچار حمله‌های عصبی میشد. اما حالا بیشتر به ماجرا فکر میکرد. به نظرش میآمد نگرانی دن تا حدودی فریبکارانه بوده. حالا دن داشت میگفت فکر میکردم کم کم داری دوباره به هم اعتماد میکنی. بهت اعتماد کنم؟ چرا نباید بهت اعتماد کنم دن؟ خودت میدونی چرا. نورا دروغ گفت معلومه که میدونم، میخوام که از زبون خودت بشنوم. خب به خاطر اتفاقی که با ارین افتاد دیگه. نورا به او خیره شد. ارین؟ همونی که امشب باهاش حرف زدم؟ قراره تو ابد به خاطر یه اشتباه تو مستی جواب پس بدم؟ در خیابان باد شدت گرفته بود و میان درختان زوزه میکشید. این همان زندگی بود که نورا افسوسش را میخورد. همان زندگی که خودش را برای نرسیدن به آن سرزنش میکرد. این همان خط زمانه‌ای بود که فکر میکرد حسرتش را در دل دارد. نورا تکرار کرد یه اشتباه تو مستی؟ خیلی خوب، 2 تا. داشت بیشتر میشد. 2 تا؟ توی وضع بدی بودم، میدونی، به خاطر فشار اینجا خیلی هم مست بودم. با یه زن دیگه خوابیدی، اما به نظر نمیرسه خیلی هم پشیمون باشی. دن گفت جدی چرا دوباره این چیزا رو میگی؟ قبلا حرفشو زدیم، یادت رفته روانشناسه چی گفت؟ گفت باید روی این که میخوایم کجا بریم تمرکز کنیم، نه اینکه قبلا کجا بودیم و چی شده. نورا گفت تا حالا به این فکر کردی که شاید به درد همدیگه نخوریم؟ چی؟ نورا گفت ببین من دوستت دارم دن، میتونی آدم خیلی مهربونی باشی.
با مامانم خیلی خوب بودی. قبلا منظورم اینه که همین حالا هم مکالماتمون خیلی خوبی با هم دیگه داریم، اما هیچ وقت این حس بهت دست نداده که از اونی که باید باشیم گذشتیم و عوض شدیم؟ روی لبه تخت نشست، در دورترین فاصله ممکن از دن. هیچ وقت شده که از داشتن من احساس خوشبختی کنی؟ میدونی چقدر نزدیک بود 2 روز قبل عروسیمون همه چیزا لغو کنم؟ میدونی اگه نمیومدم سر مراسم عروسیمون چقدر به هم میریختی؟ دن گفت اوه، واقعا؟ فکر کنم داری یکم خودتو دسته‌باله میگیری نورا خانم. نباید بگیرم؟ منظورم اینه که همه نباید واسه خودشون ارزش قائل باشن. مگه اعتماد به نفس داشتن چه اشکالی داره؟ در ضمن حرفم راسته. توی دنیای دیگه توی واتساپ برام پیام میفرستادی و میگفتی چقدر زندگیت بدون من داغونه و دائم الخمری. البته ظاهرا توی این دنیا هم که به هم رسیدیم همیشه دائم الخمری. همیشه برام پیام میفرستادی میگفتی دلت برای صدام تنگ شده. دن صدایی درآورد که ترکیبی از خنده و خرناس بود که نشان بدهد حرفش را باور نمی‌کند. خب در حال حاضری که اصلا دلم برای صدا تنگ نشده. نورا نمی‌توانست چیزی جز کفشش را در بیاورد. در نظرش غیر ممکن بود که حتی یکی از لباسهایش را جلوی او در بیاورد. دن گفت این قدم به نوشیدن من گیر نده. نورا نگاهی به دن انداخت و گفت اگه قرار نوشیدنت بهونه‌ای باشه واسه خیانت کردن، حقمه که بهت گیر بدم. دن خورناس کشید. من یه میخونه دار روستاییم. میخونه دارای روستایی کارشون همینه که شاد و سرخوش باشن. کلی از نوشیدنیای زیادی که میفروشن باید بخورن. از کی تو حالا دن اینطوری حرف میزد؟ همیشه همینطور حرف میزد؟ واقعا که دن حتی به نظر نمی آمد اهمیتی بدهد و به طریقی قدر دنیایی را که در آن زندگی می کرد بداند. دنیایی که نورا همیشه حسرت می خورد که به آن مجال پدید آمدن نداده بود. همانطور که هنوز لپتاپ روی پتو بود و نورا او را تماشا می کرد، دن دست دراز کرد و گوشیش را برداشت و شروع کرد به گشتن در آن. نورا گفت چیزی که تصورش می کردی همین بود. رویات عملی شده. نورا انقدر حرفای فلسفی رو ول کن، بیا فقط بخوابیم. احساس شادی میکنی دن؟ هیچ کس احساس شادی نمیکنه نورا. نورا گفت بعضیا هستن، خودت هم بودی. همون موقع که میخونه حرف میزدی چشات برق میزد قبل از اینکه به دستش بیاری. این همون زندگی که رویش رو داشتی. فقط منو این زندگی رو میخواستی، با این حال هم بهم خیانت کردی و هم همیشه مست میکنی. فکر میکنم فقط وقتی قدرم رو میدونستی که به دستم نیاورده بودی که این واقعا علامت خوبی نیست. پس رویاهای من چی میشه؟ دن یا درست حرفایش را گوش نمیداد یا سعی میکرد وانمود کند که گوش نمیدهد. آرام و انگار که با خودش حرف میزند گفت توی کالیفرنیا آتش سوزی بزرگی شده. خب حداقل ما اونجا نیستیم. گوشیش را پایین گذاشت و لپتاپش را بست. میخوای بیای بخوابی یا نه؟ نورا برای دادن جای بیشتر به او خودش را کوچکتر کرد، اما انگار که دن هنوز هم فضای مورد نیازش را به دست نیاورده بود. بدن گفت ایگزاگون. چی؟ سوالی که وقتی پایین بودیم پرسیدی. چندزلی 20 وجهی. خب یه چندزلی 20 وجهی میشه ایگزاگون. جوابش رو میدونستم ولی بهت نگفتم چون نمیخواستم دوباره مسخرم کنی. حالا هم دیگه برام مهم نیست چون فکر نمی کنم این که من چیزهایی را میدونم و تو نمیدونی باید برات آزاردهنده باشه. الانم میخوام برم دستشویی. به این ترتیب دن دهانش را باز مانده گذاشت و تنها گذاشت و رفت. به دستشویی رفت. چراغش رو روشن کرد. بازوها و پاها و بالاتنش گزگز میشدن، مثل الکتریسیته ساکنی که دنبال مقصد میگردن. مطمئن بود که دارد از این دنیا محو میشود. وقت زیادی نمانده بود. ناامیدیش تکمیل شده بود. دستشوی زیبایی بود. آینه‌ای داشت که نورا با دیدن تصویر خودش در آن نفس تندی کشید. سالمتر اما پیرتر به نظر می رسید. موهایش باعث می شد خودش را نشناسد. این زندگی نبود که خیال کرده بود. برای نورای توی آینه آرزوی موفقیت کرد. یک لحظه بعد دوباره جایی در